رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظیم. ماه مبارک رمضان و حلول این ماه پربرکت و حلول این ماه گناهسوز و حلول این ماهی که با داخل شدن آن فرح و سرور در دل هر یک مسلمانی که طول سال از عملها و کارهایی که یک انسان نمیتواند بدون سهو و خطا و بدون اشتباهات باشد، با حلول این ماه امکانی زدوده شدن و از بین رفتن تمام گناهان انسان وجود دارد و انسان میتواند در این ماه به مانند یک انسان باشد که یک طفل باشد که نو از مادر به دنیا آمده است. اگر شتاب کند، اگر زحمت کشد، اگر آن چیزی که در این ماه باید انجام دهد از عبادات، از اعمال که خیر و خوبی و از ایستادگری و مقاومت بر علیه ظلم و استبداد، از دستگیری یتیمان و بیپرستاران، از همه آن چیزی که دل یک مسلمان دیگر را با خوشحالی میتواند خوشحال نماید. چنانه که در حدیث معروف از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم: خاک بر دهان و بینی شخصی که رمضان را پیدا میکند ولی بخشوده نمی شود. واقعا هم دقتید، یعنی خاک بر دهان و بینیش که اون یک تا دیگرش در مورد صلوات بر رسول اکرم و دیگرش یعنی که پدر و مادرش دریاب میکند ولی از اون پدر و مادرش ناراضی میگذرند. و دیگرش همین ماه مبارک رمضان است که وقتی رسول اکرم پا بر بالای منبر میگذاشت و آمین 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 گفت و یکی از آمین هاش انا همین ماه مبارک رمضان بود که ماه مبارک رمضان دریابد ولی گناهاش بخشوده نشوند. واقعا خیلی دهشت است، نه؟ یعنی تو در ماه مبارک رمضان خداوند تو را و مرا و همه آنانی که در این روز و در این ماه در ماه مبارک رمضان قرار دارند ببینید که 3 روز پیش یک نفر گذشت، 10 روز پیش گذشت، 20 روز پیش از دنیا گذشت و خداوند تا ماه مبارک رمضان آنها را نرسانید. یعنی این دلالت از آن میکند که خداوند برای شما و ما خیر خواسته است تا اینکه من و تو را به این ماه رسانده است. ولی واقعا هم وای به حال آنانی که این ماه به هر شکلی میخواهند: من بیمارم، انا من سفر دارم، انا من یک سرنوانی دارم، انا من فلان کار دارم، با هر راهی. بله درست است، میتواند که قضایی اون روزه را داشته باشد این ماه، ولی واقعا هم فضیلت و آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در این ماه برای هر یک انسان مسلمان عنایت میکند از اون محروم است. الله سبحانه و تعالی در این سوره متبارکه که در این قضیه واقعا هم برای ما و شما خیلی مهم هست آشکارا بیان کرد. الله سبحانه و تعالی در یعنی که ماه رمضانی که در این ماه الله سبحانه و تعالی نازل کرد در آن قرآن را و هدایت برای مردم، هدی للناس و بینات و من الهدى، یعنی که الله سبحانه و تعالی هدایت در قرآن آورد، چون که هدایت قرآن سخن خداست و کلام الله هست و هدایتگری افرادی که آنها در گمراهی و ضلالت قرار دارند. پس قرآن کلام الله و هدایتگر است. پس وقتی الله سبحانه و تعالی قرآن کتاب هدایتگر و کتابی که ماه یکی از این ماه ها را پذیرفت و در این ماه مبارک رمضان آن را نازل کرد و الله سبحانه و تعالی آشکارا برای ما بیان می دارد که
فمن شهد منکم الشهر، کسی از شما اگر ماه مبارک رمضان را دریافت پس روزه بگیرد. یعنی اگر که دریافتید ماه رمضان را، پس شما خوشبخت هستید، پس شما سعادتمند هستید، پس روزه دارید این ماه را. اگر یکی از شما مریض است یا این که مسافر است، پس در روزهای دیگر میتوانید شما رمضان را قضایی دارید. خداوند برای شما آسانی میخواهد و خداوند برای شما مشکلی نمیخواهد. یعنی الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آشکارا، بدون یگان ظلم، بدون یگان استبداد، بدون یگان یعنی حالتی که نه همین کار انجام بدی، آشکارا برای بندهاش، یعنی که واقعا کتاب هدایت از قرآن که حکم بیان کرد و برای ما و شما باز هم رخصت داد تا اینکه اگر بیمار هستیم، اگر در سفر هستیم، پس امکان روزه داشتن این ماه در دیگر ماهایی که برای ما و شما مناسب است گذاشته شده است. اما فضیلت این ماه واقعا به خودش است و یعنی بخشوده شدن انسان در این ماه پیدا کند، ولی بخشوده نشدنش واقعا خاک در دهان و بینیش که این ماه پیدا میکنه ولی بخشیده نمیشود. یا اینکه آمین دیگرش پدر و مادرش دریاب میکند ولی به شکل پدر و مادرش از اون ناراضیان، دروازه های جنتی که الله برای او داده است پدر و مادرش از اون ناراضیان. پس در دنیا هستند پدر و مادر آن چیزی که احسانی که برای یک فرزند است انجام بدهد، یعنی این معین. اگر از دنیا گذشتن پس آنها باید چیکار کنند؟ در حق پدر و مادر دعا کنند، یعنی این تا اینکه فرزند صالح باشند. یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامش گرفته شد، پس هر یک کدام و شما باید صلوات بر رسول اکرم بفرستیم. واقعا شما که کمی اندیشه کنید که هر یک عمل کرده که الله و پیامبر برای ما گفته است دارای اجر است، دارای، یعنی تو این کار انجام بدی، تو یک بار صلوات بگو، الله برای تو 10 بار با ملائک صلوات میفرسته. یعنی این مسئله عادی نیست. یعنی تو روزه بگیر و تو یعنی که این ماهی که قرار داری ماه گناه سوز است، گناه های تو بخشیده می شود. بوی دهان روزه دار یعنی در نزد خدا چقدر ارزش و یعنی جایگاه دارد. یعنی که همون خلوفی، یعنی بوی دهن روزه دار که انسان وقتی که نمیخورد یعنی یک حالت از معده بیرون میبراید و همون در نزد الله خیلی اجر از مشک و عنبر بیشتر، یعنی که فضیلت و داروی یعنی جایگاه و جایگاه ویژه در نزد خداوند است. پس شما این مسئله عادی نیست. پس رمضان ماهی است که در این ماه عبادت، همه آن اعمال خیر، سخنان نیک، از جنگ و جدال دوری کردن، از رفرت و کینت و عداوت یک طرف ایستادن، از نفاق و فتنه، از همه اون اعمالی که شما می توانید از اون دوری کردن، از اون هر یک قدمی ما و شما باید دوری نماییم. چرا؟ چون که فتنه انداختن، نفاق انداختن، جنگ میان دو برادر انداختن، سخنچینی کردن، اینا عملایی نیستن که اصلا مسلمان در غیر رمضان هم انجامش بده. ولی بدبختانه در این ماه هم میبینیم که بعضی از افراد هستند که همین عملهای ناخوش و ناخوب را حتی در همین ماه هم انجام میتین، که او روزه دلالت نمیکند که تو فقط یعنی که گشنه بیستی از سحر تا بگه بهوار کنید. الله شاهد است در همین روزایی که میبینیم صبح میخیزیم یگون چیز نخورده میریم، یعنی که در کار، در درس، در هر جایی که هست تا ساعت 2-3 میایم یگون چیز میخوریم نمیخوریم، یعنی تمی فکر که رم با مانند ولی یگون اجر نداریم از اون کار کردگیمون. یعنی صبح نخورده ایچی تا ساعت 2-3 هم هیچی نمیخورن، برمیگردن خانه میان یگون چیز خیلی میخورن، یعنی که یا بعضش میان بفرن خواب میکنن میخیزن بعد بگه میخورن، ولی یگون اجر نگرفته از اون گرسنگی. ولی تو فکر که یک گرسنگی که دارای اجر است، یک گرسنگی که گناه سوز است، یک گرسنگی و تشنگی که میکشه از گرسنگی و تشنگی کشیدنی که در دیگر روزها برای ما و شما همیشه یعنی که هست و میبینیم این چیزها را، یعنی از اون یگان اجر نمیگیری، از اون یگان پاداش نمیگیری. ولی اگر تو در این ماه روزه داشتی پس تو بدون که برای تو خیلی فضیلت است. سالهای گذشته که من بیماری یعنی که دیابت دارم میرفتم، بیشتر میگفتن سال 2021 22 23 حتی
23 هم بله تاکید میکردن که روزه ندار، چون که روزه داشتن تو امکانی بلند شدن قندت میشه و آب باید بنوشی تو، یعنی که همین. ولی دیگر سالهای اخیر میگه روزه گرفتن برای بیماری قند تو فایده داره، چون که طبیبان اینا یعنی که تشخیص کردن اگر بتونی روزه گرفته روزه بگیر هیچ مشکلی برای تو وجود نداره. صبح وقتی که همون خوراک میخوری همون چیزی که یعنی که داروهای هست همونها را استعمال بکن و روزه بگیر، هیچ مشکلی برای تو وجود نداره. چرا؟ چون که طب امروزه هم یعنی که دقیق کردن و فهمیدن که هیچ مشکلی برای یعنی که دیابت وجود نداره. چرا؟ چون این آزموده شده و تحقیق شده است که جز از یعنی که بهبودی برای بدن تو و همون سم و زهرهایی که در وجود انسان هستند اونها از بین می روند. و واقعا هم این یک چیزی عادی نیست، این یک مسئله نیست. خداوند ما را در این ماه یعنی آزمایش میکند، میسنجد. ماه عبادت، ماه اعمال خیر و نیک، ماه ایستادگری، ماه مبارزه، ماه استقامت در مقابل هر ظالم و هر جابر و هر دیکتاتور و هر نفری که میتواند یعنی اون بدگوهری باشد که بر علیه ملت و مردمش یعنی کارهای انجام دهد که ما و شما یعنی که از دست اون ظالم باید بگیریم تا اینکه به ظلم کردن اونا از ظلم کردن منعش کنیم. انا این است یعنی مهمترین حالت ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحابش تنها در مسجد نشستن یعنی عبادت کرده باشند، کارهای زیادی دیگر انجام دادن و همه ما شاهدیم که اولین یعنی که نبردی که در اسلام صورت گرفت غیر از اون سریه هایی که بود ما فقط همین جنگی یعنی که غزوه بدر میگیم که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت و به پیروزی مسلمانان انجام یافت و به یعنی کشته شدن ابو جهل و عتبه و من تبعه و پایان یافت که این خودش دلالت بر یک پیروزی بزرگی محمد صلی الله علیه و سلم بر علیه مشرکان مکه بود یا مشرکان قریش که تا امروز در تاریخ و صفحات این ملت مثبت و ثبت است. پس رمضان تنها با مانند بعضی‌ها میبینن صدقه کردن روزه گرفتن نیست، یعنی رمضان ماه ایستادگری و راه ماه است که در این ماه یعنی انسان استقامت در مقابل هر یک عمل کرده که یعنی میبینید که اون مخالف است. انصر اخاک ظالما او مظلوما، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه کمک کن برادرت یا ظالم باشد یا اینکه مظلوم باشد. پس کمک کردن مظلوم که معلوم است که ظلم شد و تو به توسط کمکی که میخوای انجامش بدی یعنی کمکش میکنی تو اینکه او مظلوم است. ولی ظالمش خیلی کمک کنیم، ظالم از دستش میگیریم منعش میکنی که تو ظلم نکن، این عملت انجام داده است، این غلط است، این یعنی که کارت انجام نتی. ولی وقتی که اون ظالم با قدرت رسید و در دستش قدرت پیدا شد، پس وقتی که تو گفتیش که این کارو نکن میکشد. پس باید انسانی مسلمان در مقابل اون ظالم کمک کردن اون ایستادگری در مقابل اون نمودن است. انا همین است فرموده های شرعی اسلام. خب برادرها فعلا حال و وقت نیست، ولی 1 ساعت ما گپ میزنیم. حال خوریشه وقتی که صحبتی انجام شد انشالله بعد داخل شد. حالا فعلا وقتی خوب بیننده عزیز و گرامی، همه ما و شما شاهد این همه وضعیت و این همه حالت و این همه یعنی فرموده های شریعت اسلام هستیم و باز ببینید که ماه مبارک رمضان از صبح صادق تا شب یعنی که روزه داشتن است، یعنی نه خوردن نه آشامیدن، یعنی سخنی بد نگفتن، عملی بد نکردن، دهن حفظ کردن، همه اون چیزی که هست اینها در روزه داخل می شود. هر کسی با تو جنگ کرد تو باید فرازه یا کلمه معروفی که رسول اکرم برای ما گفته چی اینی صائم، ای برادر من روزه دارم، یعنی این کلمه را باید انسان در مقابل شخصی که با او زورگویی میکند با او همین کلمه را ما تاجیکو نداریم، ولی من در میان زیادی از مردمان شاهد هستم که دیدم یک آدم آمد جنگ داشت همراهش، دعوا داشت، نگهش کرد گفت والله یا اخی اینی صائم، سوگند به خدای برادر من روزه دار هستم، من یگان گپت گفتن نمیتونم. باور که وجود شخص ایمان دارد لرزش میگیرد. همون شخصی میخواد با تو جنگ کند، همون هم
یک چیزی از اون یعنی که در دلش پیدا می شود که من آخه چیکار کرده ایستم. یا ممکنه خودشم روزدار است ولی میخواهد جنگ کند، یا کیف نوسش گرفته است، یا کیف سیگارش گرفته است، یا نمیدونم تشنه یا گشنه میخیزه بعد عرق به سر همه میبرداره. انا همین اصطلاح هر یک تاجیک تاجیکستانی باید استفاده کند. ای برادر من روزدارم، تمام. یعنی باید همین کلمه را چنانه که تمام چیزا فلانی را برحمش ایرا ایتریش هر یک اصطلاح تاجیک میان خودش دور میزناند. هر یک گپی که میگیم میان تاجیکا در تاجیکستان و در هر منطقه هستند همونا اصطلاح استفاده بردن میانی مردم میشود. ولی بیایید هر یک نفر که ما را میبیند و در وقتی که میبیند یک کسی با او جنگ کرد یا دعوا کرد یا تهمت کرد یا دروغ گفت یا میخواهد با او جنگ کنه، چی بگه؟ برادر من روزه دارم. این کلمه را بگو و خودت احساس کن که چگونه قلب تو مملو از ایمان میشود. یعنی خودت وقتی با گفتن این کلمه، این سخن عادی نیست که رسول اکرم برای ما و شما یا بزرگامون برای ما درس میتین که وقتی که تو یک نفر با تو آمده خواهش دعوا کرد و جنگ میخواست بکند، یگانه کاری که خاصتا همسرای گرامی زنای تاجیک که شوهراتون میخوان با شما جنگ کنند در هر حالت، پس چی بگو؟ ای شوهر گرامی من روزه دارم. من باور ندارم که شوهر ایمان داشته باشه همین کلمه گفتگی تو او را از تمام خشونت باز ندارد. اگر گشت گفت منم روزه دارم، سر تخم که بگو من روزه دارم، تمام. این همه کلمه قطعی خشونت های بزرگ انشاءالله که ما در طول این ماه لااقل از سرمان دور میکنیم. یعنی این است فرموده های شریعت اسلام به خاطر ما و شما تا اینکه بهترین روزگار و بهترین حالت و بهترین وضعیت داشته باشیم. پس ما و شما کاری که باید انجام دهیم دقت دادن در عمل کرد، در گفتار، در رفتار، در همه آن چیزی که از یک انسان میتواند در گفتارش، در عمل کردش و در نیتی که میخواهد انجام دهد باید داشته باشد. در زبانش استفاده کلمات رکیک و آن چیزی که اصلا شریعت اسلام یعنی که مخالف استفاده بردن تمام کلمات رکیک و پست و فحش است، چون که سبب مسلم فسوق است و قتالش قتل است. یعنی دشنام کردن مسلمان فسق است و کشتن مسلمان یعنی که معلوم است دیگر. یعنی این مسئله عادی نیست. پس ما و شما باید چکار کنیم؟ استوار و مستحکم باشیم. خب البته این یکی از کوتاه‌ترین یعنی معرفی ماه مبارک رمضان که الحمدلله یعنی برادران داعیه که داریم در هر یعنی که فصل ها برای شما آن چیزی که باید انجام دهند در مسئله فهموندن انجام داده ایستادن که الله از ایشان راضی باشد. بتوانید شما آن چیزی که مربوط به مسائل شرعی است از علمای امروزه خودمان الحمدلله که بگیرید. و ما هم در این قضیه ماه مبارک رمضان حدود 6-7 کتاب از سال 2008 9 10 یعنی که حدود خیلی زیاد 100,000 و 50,000 با یعنی که تیراژ یا چاپی زیادی در مورد ماه مبارک رمضان داشتیم که الحمدلله در دست خیلی از مردم هم تا به حال هستند و در اینترنت همون کتاب هایی که مربوط به ماه مبارک رمضان بودن تا به حال هم هستند. ولی امروز جوان و نسل امروزه بیشتر میخواهد توسط ویدیو و نوار یعنی که صحبت بشنود و با دلیل میخواهد که یعنی بفهمد. حتی کتاب هایی که نشر شدگی هستند فعلا با بخش الکترونی آنها را خواندگیان تا اینکه حتی با تلفنت میدروی یعنی که گوش میکنی هر کتابی که هست ملخصش کردگی هستند. یک مجموعه کتابخانه خیلی زیبای پیدا کردم در اینترنت که یعنی واقعا هم نمیدونم یک سالش 50 یورو بود، یعنی که با پرداختش میکنی و کتابی که لازم داری ملخص و کوتاه کرده شده همون کتابو برات میگن، یا اینکه میگن نه من میخوام کامل کتاب برام یعنی که بخونی تا اینکه من گوش کنم به همین شکل هست. و ببینید که فعلا علم تنها با شنیدن و گوش کردن و دیدن در این روزها میان مردم رایج شده است که این هم دلالت بر تقدم و پیشرفت جامعه امروزی ما و شما میکند. خب مهم فهمیدن و گوش کردن و خواندن یعنی که این خیلی مهم هست برای فهم و برای
گرفتن چیزی که برای ما و شما مهم است. چون هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آشکارا میگه آیا برابر هستند آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند؟ هرگز برابر نیستند. هل یستوی الظلمات و النور، آیا برابر است یعنی که تاریکی و نور؟ هرگز برابر نیستند. پس ما و شما باید ان شاء الله که خودمون تا آن جایی که میتونیم ملت تاجیک یک ملت فریخته، یک ملت با علم و فضل، یک ملتی که تمام جهانیان در داشتن علم و در داشتن فضل علمیت ما هرگز یعنی که از همه ملت ها بالاگید بودن ما هیچ کس این کار کردن نمیتواند. ولی امروز زیر این رژیم و زیر این حکومت بدبخت منحوس ملت تاجیک بچور که او جمع شد و گستربایتی رو یعنی که به این چیزها تبدیل یافت، در حالی که این ملت یک ملت بزرگ فریخته و یک ملت بزرگی که یعنی که تا امروز ها ارزی هستی دارد، ولی امروز در چنین حالت خیلی پستی معزقه قرار داریم. البته این سال برخلاف از سالهای دیگر اختلاف در روزی ماه مبارک رمضان بود و بعضی از کشورها خب سعودی و دولت‌های عربی ماه مبارک رمضان از امروز که امروز اولین ماه مبارک رمضان بود و روزه داشتند در دولت‌های عربی اکثر یعنی به همین شکل، و بعضی از کشورهای هم به مانند ترکیه و به مانند بعضی از کشورهای دیگر هم یعنی شعبان 30 قبول کردند و رمضان از روز 19. یعنی خوب این اختلافاتی که وجود دارد ان شاء الله فکر میکنیم یگان مشکل وجود ندارد در این، ولی ما باید بدانیم که روزه گرفتن با رؤیت است. وقتی ماه دیده شد هرگز با تقویم ماه رمضان حساب کرده نمی شود و این تقویم امکانی غلط کردنش خیلی زیاد است هر چند دقیق باشی، چون که ماه در اختیار الله هست و هر شکلی که بخواهد انجامش میتید. و عجیبی کار در این است که بسیاری از برادران و خواهران، بسیاری از مردم در این قضیه دقت نمیتیند و ماه هجری قمری 355 روز است و ماه‌های یعنی میلادی یا هجری شمسی که ایران افغانستان هجری شمسی هست و ماه ثابتی که دقیقاً به مانند میلادی است و هیچ تغییر در آفتاب وجود ندارد، اونم به مانند همین ماه‌های یعنی که میلادی هست، یعنی که ماه هجری شمسی. ولی ماه هجری قمری کاملا فرق کننده است. در یک سال 10 روز قفا می رود، در یک سال 10 روز قفا می رود که همتون آگاهید. اگر این سال از 18 یعنی که آغاز ماه مبارک رمضان بود، پس سال آینده می تواند 8 فوریه باشد یا 9 فوریه باشد، یعنی که به همین شکل یعنی امکانی وجود داشتنش است. چرا؟ چون که معظم ماه 29 هست، یعنی اکثر ماه‌های هجری قمری 29 هست و 2 ماه گاه 3 ماه گاه 2 ماه 30 روز است. یعنی چقدر که پیش بابای ما همین رمضان گپ مردک یا تا 30 روز روزش میگرفتن، در حالی که همه وقت یعنی که ماه‌های هجری قمری 30 روزه نیستند، چون دست 12 ماه 2 ماهش 30 روز است، یعنی همه ماهش 30 روز نمیتونه باشه. گاه ها هست که 3 ماهش 30 روز میشود، ولی اکثری وقت 2 ماه یعنی که با 30 روز و باقی مانده 29 روزی است. یعنی شعبانه که امسال مثلا بسیاری از دولت ها 29 حسابش کردن و ماه دیدن و روز امروز که در تاجیکستان 30 شعبان حسابش کردن و در ترکیه هم 30 شعبان حسابش کردن، در بعضی از کشورها خب دیگر 29 و امروز 1 رمضان یعنی، و بعضی از کشورها اینا امروز از 30 شعبان و از آغاز بازم شروع میکنن یعنی که روز 19 به روزه گرفتن. پس میبینیم که یعنی که اگر 30 روز بگیرن یعنی هدف به خاطر روز شنبه عید کردن تا اینکه بسیار آسانتر است برای بعضی ها، چون که 2 تجمع مردم صورت نمیگیرد. تجمع مردم برای اینها خیلی دهشت است، خیلی وحشت است. اینا نمیخوان که در یک روز هم مردم نماز عید بخونن و هم مردم نماز جمعه بخونن. و همون خاطر کوشش میکنن در روزهای غیری یعنی که برای مسلمان ها مهم تجمع نمازهای جماعت خواندن یک جایه اونها صورت نگیرد. این بیشتر با سیاسی بودن یعنی که اهمیتش بیشتر است.
خاصتا در منطقه های ما یعنی که همین است، ولی بازم مصادف میاد به 21 یعنی ماه مرد. چرا؟ چون که فوریه 28 است و بازم میرود بعدم 21 به روز نوروز توری میگیرد و توریش میکنن به شکل از چیزای سیاسی قطعی بیشتر اهمیتش میتین. خب دیگر خدا کند که یعنی فهمیده شود و وقتی اگر ما که ماه عید دیده شد یعنی ماه شوال، آغاز ماه شوال، پس وقتی که عید کردیم دیگر نمیتونید شما بگید که نه ما ماه ندیدیم، پس باید که همون روزی یعنی که عید کنید دیگر. خب امروز یک روز شکی شعبان 30 حساب کردید و رمضان یعنی که از روزی 20 مثلا از روزی 19 هم گرفتید، پس در عید نمیتونید که ماه دیده. انشاءالله که غم علینا نیست و این غم علینا رسول اکرم میگه اگر ابرناک باشد هوا فاکملوا العده 30 یعنی 30 روزش بکنی. ولی خب مهم که تا اون روز با خداوند زنده باشیم میبینیم و باز هم یک روز دو روز پس معین میشود که یعنی که روزه که گرفته بودیم از کدامی که 18 گروه کدامی 19 کدامش درست‌تر است. این هیچ چیز در دنیا بدون یعنی که تعیین کردن یا بدون این که معین شدن نمیگذرد. خب ما هیچ کس گناهکار نیست از برادران که روز 19 روزه میگیرن، هیچ مشکلی ندارن، چون که اونها همون مراکز اسلامی یعنی که دیده در نزد الله همونها جواب میگن و قفوهم انهم مسئولون، اونها مسئول هستند، مسئول روزه‌داری همین مردم هستند و اونها در نزد الله جواب میگن. اگر حکم سیاسی باشد پس گفت گپا معلوم است که بچی یعنی که می انجامد. امیدواریم که رمضان به این شکل شد و ماه یعنی که آغاز عید یا اینکه ماه شوال درست میکنن. در حج میرون ولی با همون شکلی که سعودی میگه انجام میتید چون راه ندارن، ولی در ماه رمضان به شکل کوشش میکنن این طرف و طرف و اصلا غلط است که یعنی که مفتیات باید یگانه کاری که آینده تاجیکستان میتوند انجام بتید برخلاف این وضعیت ها هیچ وقت ماه رمضان یک هفته قبل اعلان نمیتونن کرده، یک ماه قبل، یک سال قبل. باز مفتیات تاجیکستان پرس در رو میگه 8 فوریه یا 9 فوریه یعنی که رمضان سال 2027 در حالی که این چیز با تقویم نیست. ما باید با رؤیت با دیدن معین شود، ولی وقتی که زمستان است نمیتونه دیدد، همون رصدخانه های کشورهای معتبر دنیا که در این قضیه سیاست فریب وجود ندارد همونها را دیده، چون تاجیکستان و سعودی هر دوش آسیا هستند، در این یگان نمود خیل یعنی که تغییرات وجود ندارد در ما خاصتا در منطقه. پس به همون خاطر امیدواریم که انشاءالله حکومت آینده مرکز اسلامی که در این قضیه ها فتوا صادر میکند باید یعنی که قبل اعلان نکند، بگد برادرها و خواهرها بدانید یا میتوند رمضان 18 باشد یا 19 باشد، پس آمادگی هر دشه داشته باشید. ولی وقتی که بعد از عصر که سعودی البته پیش است از ما یعنی که وقتی که ساعت نگاه میکنن میبینن یا که ماه نگاه میکنیم خبر گرفته شد و یا اینکه رصدخانه درست کردن در کار است که تا یعنی که حلول ماه دیده شود و بعد از اون خودی دولت خودی همون مرکز یعنی که خبر کند که ما ماه دیدیم و درستی که در این یگان مشکل وجود ندارد. ولی اینها تنها با تقویم یعنی که اعلان میکنن که با تقویم اصلا یعنی که گفتن رسول اکرم نیست و طبق حدیث تماما درست نمیگیرد با تقویم عمل کردن. تقویم است و اون چیزی که با چشم میبینید یا اینکه اگر ابرناک باشد غم علینا و رصدخانه ها اون دیدند اون دیگر مسئله است که رصدخانه دید ماه جدید و اعلان کرد که ما ماه جدید دیده شد و میتوانیم که روزه بگیریم. امیدواریم که انشاءالله در این قضیه ها دیگر زیاد بحث صورت نگیرد و مردم هم باید بدانند که هر مراکزی که اعلان مثلا در ما اعلان مسجد مرکزی روزی 18 بود، ولی بعضی از منطقه با بعضی از کشورهای خودشون درست گرفتن مساجد ترکا هم گفتن که روزی 19 این طرف خفتن خواندن رفتن عربا همش روزی 18 تراویح خواندن، یعنی با دو دسته تقسیم شدن از کشورهای خودشون پیروی کردن است. یعنی اینم یک تعصب گفته می شود. پس در این قضیه خدا کند که این ملت و امت یعنی رسیدگی دقیق و جدی را در آینده انشاءالله که انجام بدهند. خب اکنون در قضیه این که ما و شما
باید چیکار انجام بتیم در این ماهی مبارک رمضان؟ البته همه ما و شما میدونیم فضیلت ماه مبارک رمضان و هر یک عمل رسول اکرم در ماه مبارک رمضان از باد تیزتر میشد در انجام و مبادرت عملهای خیر و نیک. ولی حتما رمضان ماهی نیست که دیگه فقط تو صدقه کنی. نه، ماه رمضان ماه قرائت قرآن است، ماه ذکر است، ماه عبادت است، ماه شب زنده داری است، ماه تهجد خواندن است در شب‌های ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان خوشحالی و سرور در آوردن در دل پدر و مادر، در دل نزدیکات، یعنی که هر چقدر که دلها مایل یعنی که به تو بشد، این دلالت بر خیر و خوبی به تو است. یعنی همه کاری که یعنی که صلاح و خیر در اون هست ان شاء الله که انجام باید بگیرد. یعنی بعضی برادران و خواهران تنها فکر میکنن که ماه مبارک رمضان فقط ماه صدقه، رحمان فقط ماه صدقهش میبینه. یعنی شما باید با کم بالا به پرستارو صدقه کنی، پدرالت تو صدقه کنی. باید مردم چیزی که میتونن انجامش میتونن. تو مردم امر به صدقه کردن حق نداری. هر کسی بخواه میتیه، هر کسی نخواه نمیتیه. تو چیکارش کرده بتونی؟ باید مجبوری ظلمش کنی که تو باید صدقه کنی. نه، این حق نداری. پس به همون خاطر همه عملهایی که ما انجام میتیم نه اسمتره نیای خودمون در از دیدگاه خودمون، از وضعیت و حالتی که داریم خودمون باید همه اینها را دقت بتیم و همون کاری که با یعنی که میبینیم برای ما مهم هست انجامش بتیم. صدقه کردن به مساجد رحمانوف کاملا حرام است. به یگان مساجد، به یگان یعنی که ارکان و مؤسسه هایی که رحمانوف دارد تماما صدقه نکنید. یعنی که یک انسانی که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهاتون در میانتون با باطل خوردن، نمون در یعنی که مساجد رحمانوف در آن جایی که کسایی که میمونه امنیتی رو میگیرن پول رو میبرن، در اونجا فطر روزه دادن. برای فطر روزه تا یک کمبغل در راه بتیش برای تا 1000 بار بهتر و یعنی که مهمتر است. البته اون فطر روزه که در نهایت ماه رمضان است، ولی مهم از آغاز ماه مبارک رمضان براتون آگاه میکنیم که هرگز در دادن یگان صدقه و خیر برای رحمان و برای مساجدش و برای مساجد زیرارش در اینها هیچ وقت یعنی که کار نکنید که شما باید برای اونها را مجبورید که پول بتید. هر ماه هر روز 8 ماه پول گرفتید از بازوری، ولی در آن مسائل عبادی شما خودتون نه اسمترین یا خودتون از دیدگاه خودتون از ویژگی‌های خودتون که اهمیت میتید با اون دقت جدی بتید و یعنی که به هر کسی را که میخواهید به همون یعنی که خیری که میخواهید انجام بتید انجامش بتید. نه اینکه مجبور برای شما تکلیف و تعیین کنن که به این نفر بتید به این نفر نتی، در این جب در این صندوق پرتوش در شاتی پیشروی ملت بگذارونش. نه، یعنی اون چیزی که هست مربوط خاص خود شماست و هیچ وقت شما اونا یعنی که توسط اجبار و دیکته نباید که انجام بتید. خوب، اکنون ماهی که ما و شما قرار داریم این قدر ماهی با فضیلت ماهی بزرگ بوده است. اکنون مبارزه بردن در مقابل یک آدمی که بر علیه دین تای، بر علیه فرهنگ تای، بر علیه قرآن کتاب تای، بر علیه مذهب تای، بر علیه تمام بزرگات تای مبارزه بردن این کمتر از عبادت نیست، کمتر از همون تهجدی که شب نماز میخوانی از اون کمتر اجر و فضیلت ندارد. این خوب دقت بتید. مبارزه بردن در مقابل رحمانوف در ماه مبارک رمضان اجرش کمتر از همون یعنی که عباداتی که انجام میدید. چرا؟ چون که مبارزه ما و شما در مقابل رحمانوف در این ماه مبارک دلالت بر این میکند که ما و شما در امر نفیری که الله انفروا خفافا و ثقالا امر کرده است برای هر مسلمان در حالت نبرد، ما و شما در امر نفیر الله ایستادگی داریم و در مقابل یک دیکتاتور ظالمی اوزورپاتوری یعنی بدبختی پلید ایستادگی داریم تا اینکه اون از قدرت برود و زن و مادر و خواهر و پدر و مادر و دین و مذهب و یعنی که فرزندامون از چنگال این رژیم خانمانسوز نجات میدیم. پس این اجرش کمتر از اون عبادت هایی که شما انجام میدید نیست. چرا؟ چون که مردم تاجیکستان گفتیم همون مسافدا که در کوزه از آن داده ایسن، در کوزه از آن داده ایسن، از ترسه. پس شما فکر دارید که در مقابل این رژیم ایستادگی نمودن، مردم تا این که آزاد کردن، آیا این کار غلط است؟ آیا این کاری بد است؟ آیا این کاری است که ستوده شدن است؟ پس
باید فهم تا دقیق کنی، پس باید بدانی، پس باید آماده مبارزه بردن در مقابل این رژیم منحوس از حالا باشی و فکر نمایی و هر کاری که میتوانی انجام بدی در ماه مبارک رمضان اجر ثوابش بیشتر است. هر کاری که در ماه غیر مبارک رمضان انجام میدادید در ماه مبارک رمضان اونا دوچندان کنید، اونا بیشتر کنید. چرا؟ چون که اون عملی که تو انجام میدی در مقابل این رژیم، این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر عمل کرده میکند که تو یک مرد و یک زن و یک یعنی انسانی فهمیده هستی که در مقابل این رژیم فهمیده ایستادگی. پس امیدوارم که انشاءالله همه برادران و خواهرانی که در این ماه قرار داریم، یعنی فکر نمیکنن که فقط تنها این ماه عبادتی که ما انجام بدیم و دیگر هیچ کاری نکنیم. نه، هر یک برادری که در اصلاح کار دارد منتج دارد، هر یک برادری که یعنی که مسائل ایجادی کار دارند و نوشته ایستادند، هر برادری که معلومات و هر خواهری که معلوماتی که دارد در داخل کشور از ظلم و ستم این رژیم، همه افرادی که با بخش‌های مخصوص خودشان کار دارند بیشتر باید فعال باشه. نه اینکه ما مبارک رمضان یعنی که شب نشستن، خب دیگر بعضی سریال تماشا میکنن، بعضیش خب میروند تراویح میان دیگه خسته با پشت میپرتن خودشون تمام دیگه تا سحر میشنن، سحر خرک میخنن، میزنن خواب تا عبید میخیزه یا ارخان میشکنه که افطار شده است. با افطار میخوره با میروند تراویح با میا با هموتا. رمضان ماهی تری نیست. رمضان ماهی مبادرت به اعمال خیر و نیک است. هر چنان که رسول اکرم در ماه مبارک رمضان از باد از شمال ده تیزتر میشد در مبادرت انجام خیر و نیک، پس ما و شما باید در مبادرت انجام عملهای خیر و نیک بیشتر عمل بکنیم. پس امیدوارم که انشاءالله در این قضیه یعنی که کوتاهی نکنیم. خوب بیننده عزیز گرامی، وضعیت و حالتی که ما و شما داریم دیگر به هیچ کس پوشیده نیست و شما هم تاجیک و تاجیکستانی هستید و شما هم یا ما هم از مریخ نآمدیم که ندانیم که در کشور چی گپ است و در کشور کدام حالت است. حالا هم در ماه مبارک رمضان وضع مردم با همون بی‌برخی، با همون وضعیتی بد، ولی رحمان بازم میگه چی؟ شما انتظار باشین برق میشوه یگان ساله، برق افسانه میشوه. ولی هیچ افسانه نشدی. برق آشکارا با خارج میفروشه، برق آشکارا یعنی که هر شکلی که میخواهد ظلمش انجام میتید. ولی پدر و مادر ما، اونانی که در خارج هستیم، همسر و فرزندای ما در داخل وطن به همون وضعیتی یعنی که بد قرار دارند. پس نجات اونها در دست ما و شما هست. نجات اونها و فلاح اونها در دست ما و شما هست. پس باید ما کار انجام بدیم. اونها انتظار عمل کردیم ما و شما هست. ما و شما عمل کردون، ما یکان کاری غلط نمیکنیم. معلوماتی که دارید، همه آن چیزی که میبینید، همه آن کار در مقابل این رژیم میتونید انجام داده، هر یک قدم شما باید که انجام بدید. یعنی وضعیت و حالت به یک شکل نیست که اون شکل و اون حالت عادی باشد. ما و شما کارمونه، فعالیتمونه، هر کاری که میتونیم انجام بدیم انشاءالله که باید به هر شکل اون انجام بدیم. نه اینکه در یعنی که انجام عملکردهایی که ما و شما یعنی که امروز قرار داریم باید به یک شکل خودمونه یعنی مقصر یا اینکه دیگه نمیشه و یگان کار کرده در مقابل رحمان و خیر که دیگه میکشه دیگه بسیار ظالمه پدن علت. نه، ما و شما نباید که به این قضیه از این دیدگاه و از این نگاه باید نگاه کنیم. نگاه ما و تو چی است؟ نگاه ما و تو باید مکمل تکمیل شده هست. مکمل تکمیل شده از کدام نگاه؟ مکمل تکمیل شده از نگاهی یعنی حالتی که ما و تو میبینیم در هر یک حالت، در حالت جنگ یعنی چی میگن نوسمترینیا وضعیت هم میبینه همون آدم یا نقشه را میکشن، ولی در وضعیت و حالت باید که به همون وضعیتی را که میبیند به همون شکل باید عمل بکند. پس ما و تو نیز در این روزها باید دقت جدی بتیم که چی کارهایی را میتوانیم در مقابل این رژیم منحوس و این رژیم ظالم انجام بدیم. خب بیننده عزیز و گرامی، ما
بخش اول برنامه‌مون الحمدلله تا اینجا بود و در این ماه مبارک رمضان میخواهیم بعضی از کارهای را که در مناسبت با مبارزه هست ان شاء الله که همه با هم انجام بدیم و تصمیم این ساله ما هم در قضیه استفاده بردن همه آن وضعیت و حالت‌هایی که میتونیم ما در مبارزه یعنی که سهم خودمون را بگذاریم. برادرایی که میتونن یعنی که کار انجام داده و مانند همون قبل یعنی که دو بخش تقسیم میکنیم. یکی از بخشی یعنی که برادرانی که میتوانند در گروهی 100 نفره و در گروه دیگریش هم ما یعنی که آوردیم قرار داریم دو تا گروهی یعنی که یک تا گروهی 100 نفره و یک تا گروهی 150 نفره یعنی که گروهی 100 نفره است و گروهی 150 نفره و در این دو گروه یعنی که باید به شکل هر کسی که امکان انجام کار میخواد انجام بتید ان شاء الله که سهم خودشون در مبارزه بگذارن و برادرانی که اگر پیدا شوند بخواهند مثلا ما میخواهیم که حالت مونه و کاری که باید انجام بتیم مثلا با این وضعیت و با این مبارزه که امروز ادامه دارد یعنی که سهم خودمون از هر منطقه هستند میتونیم گذاشته. امیدواریم که ان شاء الله در این ماه کاری که میتونن انجام بتین. الحمدلله ماه انورمون خیلی ماه خوبی بود. خدا را شکر برادرانی بعضی از برادرانی پیدا شدن در قضیه یعنی که مستقیم با همون برادرانی که با ما کار میکنن همراه هستند در همکاری ها یعنی که سهم خودشون گذاشتن بدون اینکه با ما برسد مبلغ. الحمدلله در این رمضان هم ما میتونیم که به همین شکل کارمون انجام بدیم و یعنی برادرانی که دو گروهی که تشکیل کردیم یکم گروهی 100 نفره که انجام میتیم گروهی 100 نفرش همون 50,000 روبل است 50,000 روبل یعنی که گروهی 100 نفرش و گروهی 150 نفرش برادرانی که 25,000 روبل یعنی که 250 یورو میتونن که سهم خودشون بگذارن و همون دیاتون باشد از گذشته یعنی که حدود 6 ماه تقریبا خیلی یعنی که چیزی که اومده رسید مثلا برادرها گرفتن الحمدلله خیلی کارها زیادی را به ثبوت رسوندن. حتی در بسیاری از مسئله ها دستگیری تنها باور کنید در سال گذشته یعنی که همین رفت و آمده که ما انجام دادیم در قضیه برنامه البته یک سال کم ترک از یک سال بیشتر شم بگه میشه یک سال یک ماه هم خیلی یعنی که 7,000 یورو تنها رفت و آمد ما بودگیه یعنی که رفت و آمد تنها مصرف راهی که داشتیم 7,000 یورو مصرف راه داشتیم که 7,000 بیشتر بازی در من هموشی چوب کردگی است. یعنی همه اینها دلالت بر یعنی که امکان ندارد که اون چیزی که باید انجام بدیم بدون دستگیری یعنی که مردم بدون برادران و خواهرانی که میتونن کار انجام بدین برای مبارزه منم باید کارمون انجام بدیم. یعنی حساب عمومی اصلاح در یک ماه 5,000 یورو مصرف داره. 5,000 یورو مصرف یک ماه اصلاح است. 5,000 یورو خب دیگر خودتون فکر کنید. مثلا برادرانی که میتونند یعنی میگه من یک ماه اصلاح به عهده میگیرم یکتش بگه من 2 ماه خیلی کاری که دیگر باید انجام بگیرد یعنی که صورت میگیرد که این دلالت بر مثلا ماه مارت میگه به عهده میگیرم ماه فوریه میگیرم به عهده ماه اپریلش به عهده من ماه میش به عهده من. یعنی اینم یکی از بخشای دیگری کاری ما هست که میتونن برادرها انجام بدن و هیچ مشکلی در امریکا قرار دارید در اروپا قرار دارید در روسیه قرار دارید هیچ مشکلی برای اون قضیه پیشنهادی که بود یعنی که باید شما مبلغ با کارتی که در اکران گذاشته شدگی بود و بعضی مشکلات پیدا شد نه دیگر چنین نیست و برادرانی که با اصلاح کار میکنن از روسیه از هر کشورها هیچ مشکلی براشون نشده است و نمیشه. و چرا؟ چون که ما دیگر میدونیم که با کدام شکل کارمون انجام بدیم و هیچ یعنی که حالتی بدی هم وجود نداره. خوب بیننده عزیز و گرامی ان شاء الله که اون چیزی که باید انجام بدیم همه با هم خدا خواهد انجام میتیم و در مبارزه بردن نباید کوتاهی کنیم. در انجام عملهایی که باید ما و شما انجام بدیم باید کاری را یعنی در مقابل این رژیم ان شاء الله که انجام باید بدیم.
خوب، بیننده عزیز گرامی، فعلا تا همین جا بود و امروز برنامه منم طولانی نیست، چون یعنی که ماه رمضان است دیگر. آمادگی به یعنی که تراویح و ختم قرآن. پس انشاءالله که حدود دو نیم ساعت اگر تا همین حدودها برود، یعنی که برنامه من به همین شکل است. ولی اگر ببینیم که خب برادران وقتی واقعا مناسب نیست حالا، میتونیم که حتی برنامه را با بعد از تراویح بمونیم، ولی برای بعضی از کشورها وقتی خواب است، ولی ممکن است که مثلا ساعتی سال 11 فرانسه مثلا بمانیمش، 11 فرانسه مثلا تا 1 ساعت، یعنی شب گذاریمش، مثلا 11 ما 12 مسکو میشه و شب. یا اینکه بگن که نه مثلا وقت، ولی دیگه از اون با بعدش نمیتونم، چون که باز روزهای کاری من هم مشغول به کار هستم که نمیتونم. منظور به تدریس و بعضی از مسائل دیگر است که امکانی یعنی که بیشتر از اون نیست، چون که باز یک کمی شب هم خواب کنیم تو، یعنی که دیگر روز امکانی خواب کردن وجود ندارد. یعنی پس رمضان تنها باید در استقامت و استادگری باشیم، یا اینکه اگر همین وضعیت و حالتی که فعلا هست، همین ساعتی مثلا 3 که امروز گذاشتیم مناسب باشد برای برادران و تماشابین، و همین شکل انشاءالله که ادامه میدیم. ولی مهم نظر خودتان انشاءالله که نویسید تا یعنی که بدونیم که کی برای مثلا افیر برای مردم مناسب تر است، شب ساعت 11 یا اینکه مثلا 10 فرانسه بهترین میشه. و 10 فرانسه اگر مثلا برنامه افیرمون بکنیم، یعنی تو 2 ساعت افیرمون انجام میتیم دیگر انشاءالله که یا 10 نیم یا 10 دیگر خدا خواه خیلی برای ما مناسب میشود. میتونیم که بعد از تراویح شروع کنیم برنامه را و 2 ساعت 2 نیم ساعت برنامه من شب پس از افطار، یعنی که در یک هفته 2 روزی که داریم همین روزها را انجام بدیم، یا اینکه روز در همین روزهایی که فعلا هست در همین ساعت ها برنامه من ادامه بدیم. خب فعلا دیگر رقم تلفن را بگذارید و برادران و خواهرانی که امکانی داخل شدن در برنامه دارند و میخواهند صحبت کنند، مرحمت، انتظاری صحبت های ایشون هستیم. و برادرانی که توسط سلام علیکم و رحمت الله. الو. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. همین یک سوال دارم برای همین خیر ده. همین اگر که در همین صندوقایی که خیره که دخمون دمچتو نوای اگر که خیر بکنی خوبای خوی که ده اسدالله در کدوم اسدالله نفهمیدم. اسدالله علی. اگر اسدالله یردم کنی باشه یردمش کنه، هیچ مشکل نداره. بله نه آخه ما ترسیده سمتی خوبه ثوابش بسیارتر کدومیش ده. اخی یعنی که اسدالله علی هم همو، یعنی که اسدالله علی همو مسجد هم همو اسدالله علی، چی در صندوقش پرتو، چی در اسدالله علیش بتی، چی در یتیم پوش بتی، همش یکه. اما چی در یتیم پوش بتی، چی در رمضان رحم زادش بتی، چی هم ملیسه در راه میبینیش هم را خبی بگوی برادر اینمی خیر صدقه من برای ملیسه اینمی هم برابره، چی در راه گفته کپو اینمی رو همش یا برابرن، یکان خیلی حکمشون فرق نمیکنه دیگر. در صندوق مسجد هم هموای، در اسدالله علی هم هموای، در یعنی که چی نام داره یتیم فهم همو است، همه همیو برابر است. خیلی اگه خیلی شوی کنیم چی برای همون روش اسدالله ده. خیلی کرمش روی که بهترین. سلامت باشی برادر. وقتی ما برنامه‌مون با جای شوخی نیسته، خواهش میکنیم برادر رو هر گپی که میزنید یعنی که از
قضیه واقعی بیرون نشه برادر گرامی. خب برادرانی که میگن که خب مبارز، بله مبارز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله اولی موشای رمضان به خودت و به همه که اهل اویلت و تمام نفرایی که در اصلاح هستن، اعضا هستن، به همش تبریک میکنم و به تمام مردم مسلمان و مردم از آن جمله مردم تاجیکستان به همش ایدی بزرگ، ماهی بزرگ تبریک میکنم. بگذار که همه عید، همه ماهی بزرگ همه دست در جمعی دعا کنیم که اخیران ماهی تبریکاتی همه ظالم باشه. خب چی گفتنیم داملا کوتاه میگم. همین روز نگاه کردم تبریکاتیش، با از یک طرف میستم میگم خشاع به خالد رحمانوف تو نیست، همین مردم ها این همین تو نیست، با خدا تو نیست. این فیتر، این همین فیتر تا دیگه نمیتونی که با اختیاری خودت بری دیگون کم بغل بدی، میبری دمله ها میتی با جیب رحمانوف میرم حساب کتاب میشه. نگاه کنه که همون کتاب تاریخیه که پیش وقت ما را سوسیالیستا میگفتن که فیودال یک نفر چاق در بین میخشتگی بده، از هر کنارش رسمان ها برآوردگی بدن، در گردن ها و در پای ها و در دست ها و نمیدونم در میانای همین مردم می عادی بستگی بدن. او غلاغر خراب این شیده بود، همین فربه رفته بود. همین رحمانوف با همین اویلش مثل انمو فیودالی که رسم میگه در تاریخ بود، همون تاکاگه همین مردمی ما را همین تکادریه از هر کجا میزنه میخرشو. به هر حساب گفتم کد او برنامه پیش گفتم که خرسندی نکنه که این مردانی نیست، این حالی تیر دوام میکنه زنده بدنش، این واقعی نمیمره داملا، این نمیمره رنگ روش طریق هم نگه کل نفس ذائقة الموت. وقتی شما میگه این نمیمره یعنی شما مخالف آیت گپ میزنی. چرا؟ هر یک نفس مرگ میچشد و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تنها الله هست که میمونه. هیچ وقت نگه که این نمیمره. یک پلید، یک کثیفه که نمیمره. چه نمیمره آخی؟ این جان خلالت گوزوره برامدگه یا کدوموزه میبرویه. هیچ وقت نگه که این نمیمره. مخالف آیت گپ میزنه به این گپ. نه دولو با که مخالف آیت قرآن نمیرم. هی پاد میگم که مردانی نداره کی را بینی همین. نگو همین گپا نگو. میمره همه میمریم. ترا میمریم، منم میمرم، رحمان فهم میمره، هیچ کس نمیونه در دنیا. نه برای مردانی را نبینیم. خسته میشه، خسته نشی همین طرح دنیا. میمریم. برای مردانی را نبینیم دولو کاری خوبه، کاری خوب نیست. یا باید بینیم مردشه. یا جای دیگر آخرت میگن، یا جای دیگر الله سبحانه و تعالی آماده کرده است نشون میدن. بعد که در کلیپ میبینیم خداوند نشون میده در همین دنیا، نشون میده که من مردانی را ببینیم ان شاء الله در ماه شریف رمضان دعا میکنم. همه همه آرزو همه مبارزه که از دست ظالم در و در خاک بسته شده، ما دعا میکنم که خداوند همه مردای رحمانوف ببینه. سگمری را ببینه که چه مثل سگ جان میتیه، باید بینیمش. همین آرزو و ارمان همه که مبارزه. بعد مردن رحمانوف پاش خوردن این رژیم بعد میبینی. ما خواهش ما اگه مردانگی ما همین نیست که ما بگیم که در زنده بدنش باید ما این سرنگونش که برای که خداوند همون برای ما قوت نداده است. لیکن ان شاء الله که امید نیستیم دولو، از خداوند امید داریم این باید سرنگون شود. بله. با دمی رمضان هم برای که بگه که ندیده که خداوند دیره دوست در رمضان گرفتی که حیات عمر دیگر میگردیم دنیا. با همون خاطر خداوند اخیران رمضانش باشه، باقی مانده را همه که خداوند صحت سلامت نگهدار باشه و تن ما را همین ظلم و ستم آزاد گردونه. الله اکبر. بارک الله. بله برادرای گرامی، انشاءالله که همه وقت یعنی که متفائل باشید، یعنی متشائم نباشید، متفائل به نگاهی که یعنی دقت بتید و بگه که بدونید که انشاءالله رحمانوف میمبره و این طریق گپ نیست که ما هیچ وقت نمیخوام که رحمانوف بمبره. ما میخوام که رحمانوف همه وقت در اختیار همین ملت بزنه و همین ملت به
یعنی که سزای اعمالش برسانش. بله رمضان مبارک. السلام علیکم. خوب بله بیننده عزیز و گرامی بفرمایید. هر برادر و خواهری که امکانی صحبت کردن دارد انشاءالله که یک تا دیگه شی حقارت داره فقط در همین چیز با نام بویف گفته گپو با نو گفته گپو یا آدم دیگر را سراچ گرفته است مانده است در یعنی که اینجا خوب بله با بویف دلیر حقارت داره. خب برای چه حقارت میکنی؟ از الله نمیترسی؟ مسلمان نیستی؟ نخود در ماه مبارک رمضان داشتم کنی حقارت کنی؟ یعنی این چیز یگان نمود خلبته و هیچ برادر مسلمانی تاجیک زیبنده نیست و یعنی که بهترش افرادی که اگر یگان منافقت شیطنت کردنی باشن پس بفهمی که ما روزه داریم امکانی یگان گپ کاری که یعنی که برای انجام کار میتواند که خلل وارد کند انشاءالله در ما او چیز نیست. پس باید همتون آگاه باشید. خب رقم تلفن هست برادرانی که با ویدیو زنگ نزنید در واتساپ وقتی زنگ بزنید با توسط رقم زنگ بزنید یعنی بدون نوار. خب فعلا 350 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. 62% ماه عبادت و مبارزه است. 38% ماه عبادت و خیر صدقه. یعنی در این ماه مبارزه باید نبری، یعنی تنها خیر صدقه میکنی و عبادت میکنی دیگه مبارزه نمیبری. بله واقعا بدانه که ماه مبارک رمضان ماه هم عبادت است و هم ماه مبارزه است، یعنی منحصر تنها به عبادت صدقه نیست. اگر ماه تنها عبادت صدقه می بود رسول اکرم در جنگ بدر تشکیل نمی کرد و جنگ بدر اشتراک نمی کرد و در جنگ بدر پیروز نمی گشت. پس به همون خاطر در قضیه خوب دقت بدید. بینندگان گرامی 270 نفر در گذاشتن لایک ها اشتراک کردن. الله برکتتان بده. در گذاشتن لایک ها و پادپیسه به شبکه اصلاح نیز انشاءالله که کوتاهی نداشته باشید. البته ماه مبارک رمضان برای بعضیا خسته کننده است از نگاهی که خوب دیگر بیچاره یا که خوب تشنه آب میشوند گرسنه میشوند. بعضی آدم نمیتوند مثلا گرسنگی و تشنگی را طاقت کرده، ولی یک چیزی عادی باید انسان نفس شه و بدنش طاقت بکنه تا اینکه همون چیزی که با منفعتی تو است انشاءالله که حاصل شود. خوب یگان نفر در زنگ تلفنی هم نیست. برادرانی که گپ میزنید بعض وقتی بدونید که این برنامه من از 2 ساعت زیاد 2.5 ماکسیموم 2.5 ساعت است، از اون زیاد نیست، یعنی که ماکسیموم است. پس در اخیر برنامه دیگه ندارید، یعنی که ممکن در جای شما افطار دیر می شود یا اینکه چیز که با ما مناسب باشد. بعضی از برادران میگن وقتی افطاری ما برنامه را مونده، یعنی مهم وقتی ما مناسب باید باشد. پس شما در غیر یعنی که وقتی که افطار میکنید تراویح میخونید، یعنی پس از اون میتونید برنامه را ببینید. ولی ما که برنامه را برگزار میکنیم باید ما برای ما وقت مناسب باشد تا اینکه ما بتونیم چیکار کنیم کارمون انجام بدیم. خوب خوب واقعا یک مسئله را برای بعضی از برادرها بگیم. 337 یعنی که برنامه نامه ها از ناحیه ها 337 من آماده کردم پره روز دیروز نه پره روز و 330 برنامه امروز باید 331 میموندیم. خب دیگر نموندیم، ولی امیدواریم که انشاءالله پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه هم میمونیم
چون بعضی از چیزایی که مثلا دوشنبه زیر سایه دامسازی، فریب، غارت و امضای رستم شهردار مطلب آماده شد، نشر شد و ویدیوش هم آماده شد و بعد از اون با فیلم که یک چیزی دیگه از غرم داریم، اون است که نامه علاهده 36 اونم میگذاریم و همین شکل 31 32 33 34 35 36 37 آماده هستند، یعنی که مقاله هاش آماده است و عکسی مقاله هاش هم یعنی که آماده شده است و انشاءالله که ثبت صدا تا 333 من ثبت کردم، 34 35 36 37 4 تا دیگر با ثبت کنم تا اینکه یعنی که من برسم، ولی من پیشترم موضوع از بچهای منتجنیک در حساب کاری که انجام داده هستم من پیش صفترم. چرا؟ چون کاری که انجام داده هستیم کارمون مثلا درست است. بعضی برادرها فکر میکنن که مقاله که نامه که روان کرده است نشر نشده است. منظور نشر نشده است که آماده به نشر هستند. هیچ چیزی که روان کردگی شما یگان چیز موندگی نیست، یعنی که مطالب آماده هستند ولی تنها باور کنید وقتی موندن هم دیگر نمی‌یابیم بعضی از یعنی که چیزا را تا اینکه بمونیم. همون خاطر هیچ وقت فکر نکنید که ما در قضیه برنامه مطالبی که شما می‌نویسید اونها را دقت نمی‌تیم یا اینکه نشر نمی‌کنیم. نه چنین نیست. انشاءالله ما هر یک نامه‌ای که شما می‌نویسید حتما روی اون کار می‌کنیم، حتما در اون قضیه یعنی که کارمون انجام میدیم. و همون خاطر هیچ وقت شما فکر نداشته باشید که مطالبی که شما می‌نویسید یا نامه‌هایی که می‌نویسید اون نامه‌ها یعنی نشر نشدن یا اینکه ما اهمیت ندادیم. نه چنین نیست. واقعا خیلی کار زحمت است. بعضی از افراد نامه می‌نویسن باور کنید همین قدر نمیدونیم دیگه چیکار کنیم. بعضیش هم میگیم خیلی نمیتونی نوشته اقلا با آواز با صدا روان که سلام علیکم من از ناحیه فلانی جماعت فلانی دهه فلانی درک میخوام در برنامه نامه ها اشتراک کنم، همین مسئله اینه به این شکل است، همین شکل تا 10 دقیقه گپ روان که روان میکنه. سلام علیکم قطبالدین احمدویچ چه آدمی دزدای من اگه جا میدونم قطبالدین احمدویچش کیه یا فلانی ویچ بسیار دزدای من اینا کلخوزآباد فلانی آدم بسیار ظلم داره. این طریقتی روان نکنه. این یکون نمو خیلنامه نیست. یعنی آدم وقتی که می نویسه روان میکنه نوشتن یکی از بهتریت شمی است که اگر تو غلط کردگی باشه غلط نمیتونی اصلاح کرده دوباره، یعنی که ما میتونیم تحریرش کرده، ولی اگر که او قدر نمیتونی نوشته و خوب دیگه هیچ نمیگیم اقلا نمو صداتم به یک شکل خشرو روان که تو اینکه بفهمون ما را تو ما بتونیم فهمیده. در حالتی که ما فهمیدیم پس مردم میتونن فهمیده، اگر ما که نفهمیدیم پس هیچ کس نمیتونه فهمیده. همینه. امیدوارم که انشاءالله برادران و خواهران دقت میتین تا یعنی که میتونیم کاری که باید انجام بدیم در قبال برنامه‌ای که نامه‌هایی که شما می‌نویسید. یعنی ما آماده هستیم میگم که برنامه‌هایی که از نامه‌هایی که شما نوشتگی هستید همه نامه‌ها آماده هستند، یعنی که اصلاح شدن تحریر شدن، تنها وقتی که باید نشر شوند و برادرانی که در تیم‌های منتج هستن اونها باید یعنی که کارشون انجام بدن و اونها هم مشغولن کاری که باید انجام بدن انجام داده هستن. خوب فعلا واقعا بله سلامت باشید. یک خبر خیلی جالبی از مقامات قدرتی رسید که خداوند چنین باشد. سلامت باشید برادر گرامی. الله از شما راضی باشد و انشاءالله که همه کاری که انجام میدید شما به منفعت این ملت و مردم الله در صفحات اعمالتون انشاءالله که ثبتش میکنه. یک برادر از امریکا نوشته است. خب یک برادر دیگر از امریکا نوشته است بله که من در قضیه انشاءالله که کمک به اصلاح هستم و هر چه که میتونم انجام میدیم. یک برادر دیگر از کانادا نوشته است. یک نفر دیگر از ترکیه نوشته است. بله خب بهترین
هر شکلی که میتونید انشاءالله که شما کمک خودتون انجام بدید و انشاءالله دیدید که همه آنچه که ما میکنیم برای شما هست و هر چقدر که ما اگر بیشتر تقویت بشیم پس تقویت شدن شما هست و برنامه های ما به یک صفت و شکل بهتری صورت میگیرند و تا اون وقتی که حتی یأتی الله به امره، تا اینکه الله سبحانه و تعالی کاری که باید ما و شما انجام بدیم در اون یعنی که موفقیت و یعنی خداوند ما را به پیروزی برساند. امیدوارم که انشاءالله در این قضیه ها برادران و خواهران کوتاهی نمیکنند. خب فعلا خب امیدوارم که ما حالا فعلا از این کرده یک نظرسنجی دیگر میمونیم. اگر که نمیتونید نوشته نظرسنجی را باید این نظرسنجی را جمع میکنیم و نظرسنجی دیگر در قضیه یعنی که شب ماندن برنامه، مثلا برنامه‌ای که همین روز چهارشنبه می شود، همین روز چهارشنبه را مثلا شبش روز چهارشنبه شبش مثلا ساعتی مثلا 10 فرانده اروپا مثلا برنامه را شروع میکنیم 10 یعنی که تو 12 نیم یعنی شب دیگر یک حالت آرامی هست برای ما، اگر مشکل وجود نداره تو یک تمام کنیم دیگه خوابم که بریم یعنی تو ساعتی ما دیگه ای قدر شبم نمیخوریم، همون صبح نمازی بامداد میخیزیم نماز ما نمیخونیم با از پشتی کار برو دیگر کارو میشیم انشاءالله و روزی یک شنبه شه همون شکل اوش هم مشکلی نداریم. روز یک شنبه شب از ساعت 10 تا ساعت 12 نیمه یعنی چون بعد تراویح هست همین یک بار میسنجیم انشاءالله و فکرم یک شکل کاری بهتر و خوبتر میشود. چرا؟ چون مناسبتر میتواند باشد. مثلا اگر 10 ماه باشد میشود 11 مسکو یعنی که تراویح خواندن آمدن. خوب میبینیم یعنی که وقتی برگزاری را امیدواریم که انشاءالله از روزی یک شنبه همین هفته آینده همین هفته که هست انشاءالله شب برنامه را برگزار میکنیم روزنه و شب انشاءالله که با شما خواهیم بود تا بتونیم روز چهارشنبه و روز یکشنبه یعنی که چهارشنبه از ساعت 10 یکشنبه هم از ساعت 10 میبینیم. خوب دیگر که ساعتش خودمون درست میکنیم که انشاءالله کدامش برای ما درستتر و مناسبتر میتواند باشد تا اینکه همه بتونن یعنی وقتی سحرخرک تاجیکستان میشود یعنی مردم در تاجیکستان وقتی سحرخرک است سحرخرک یعنی که از همون وقت هست یعنی به همون خاطر همین انشاءالله امیدوارم که کاری که انجام میتیم این به منفعت من باشد و بتونیم که انشاءالله برادرها در رمضان با مثل که خوب سر یعنی که چی نیستن چی میگن سر حال نیستن گفته گپا و خدا کند بتونیم در قضیه یعنی که شکل بهتر و خوبتر را انشاءالله که با هم انجام بدیم. خدا خواه. خب بله فعلا کسی نیست برای صحبت کردن و 1460 نفر تماشا دارن برنامه را، ولی زنگای تلفنی واقعا هم مردم توجیک یعنی که سخت نبوده هستن یا اینکه در جای هستن که وقتی تراویح هست یا وقتی افطار هست یا وقتی چیزی دیگری هست که نمیتونن یعنی که وارد شده صحبت کرده. خوب دیگر پس وقتی زیاد انشاءالله بیننده گرامی رم نمیگیریم و امیدواریم که انشاءالله در برنامه های آینده خدا خواهد بتونیم صحبت همون شب انجام بدیم و روز دیگر در این حالتی که ما دیده ایستادیم امکانی یعنی که زیاد طولانی بدن برنامه ما نمیتوند باشد و در شبای رمضان انشاءالله که در 2 ساعت 2.5 ساعت همین خیل انشاءالله برنامه همون ادامه میتیم تا اینکه بتونیم در برنامه ها صحبت کنند و وضعیت و حالت بودگی را انشاءالله برای ملت و مردم خدا خواه بفهمونیم. خب
بله. اگر برادرایی که مناسب به شب هستند تا برنامه را شب بگذرانیم، پس انشاءالله که نویسند که ما یعنی که آماده شب خوب یک بار میسنجیم اول که به کدام شکل میتواند شب باشد و دیدیم که وضعیت به همون شکلی که هست فرق نمیکند، پس همون دیگر روزش میگذرانیم. ولی میبینیم مهم که شب برنامه را گذراندن به کدام شکل میتواند باشد. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدواریم که انشاءالله در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید تا اینکه سبب بیشتر شدن عدد بیننده به ما باشد و در پادپیساتسیا کردن به شبکه اصلاح نیز کوتاهی نداشته باشید. یعنی حدود 300 نفر در گذاشتن لایکاشون کوتاهی نکردن. الله از ایشان راضی باشد. یک گفت گپا اتکش کنه انشاءالله تا اینکه برسیم به 350 400 تا اینکه بتواند سبب بیشتر شدن عدد بیننده و آگاه شدن مردم از برنامه آینده ما شوند که این هم سببگار شما خواهید بود تا اینکه با لایکاتون آگاه کردید مردم تا فهمیدند و آگاه شدند. بله 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 بله. سلام علیکم. علیکم السلام. افیر هست؟ بله افیر است. با کل مردم تاجیکستان ماه شریف رمضان مبارک باشد. سلامت باشید. بله. من برنامه‌تون را گوش کردم درباره گفتن درباره در ماه رمضان درباره یک غیبت کردن این گناه هست. خیر رحمانوف ما غیبت نداریم. ما رحمانوف اشکارا گفته ایستیمش که دیده ایست من ما از قفاش اول گپ مرا گوش کنم. من گپ تا گوش نمیکنم. یگان خیلی گپ گوش کردن هم فایده نداره. من فهمیده ایستم که رحمانوف چه غیبت داره. رحمانوف الله لعنتش کنه و چی غیبت داره رحمانوف. ما اشکارا نامش گرفته ایستیم. بله سلام علیکم فرما. سلام علیکم. علیکم السلام. از کدام باره گپ زنیم؟ در هر مسئله میخوای صحبت کن. ماه مبارک رمضان چگونه ماه میبینی؟ یعنی در این ماه فقط نماز، روزه، عبادت، قرآن بخونیم یگان کار دیگه بکنیم یا اینکه باید فقط در خانه بشینیم عبادت کنیم یگان کار دیگه نداشته باشیم؟ چی فکر داری؟ همه وقت کاری که کسی انجام میده همون خیلی انجام میده. مثال مبارک بود بهتر حق روی مثال روی نیک انجام بده. بهتره. خیلی چی بگیم ما در این ماه مبارک بسیار آرزومندیم و با کاری ها نیت‌های نیک و کارهای خوب و پیشرفتی با شما و برنامه‌های شما و هر دل نیک و هر نیت نیکی تمام مردمان مسلمان روی جهان و مسلمان‌های تاجیکستان بردباری و صحتی سلامتی و از این لشکری یعنی چنگیز میدن کی میدن آی لشکر چنگیز خدا نجات میده. سلامت باشه اکا جان. الله حفظت کنه. بارک الله اکا. سلامت باشید. سلامت باشید. خوب فعلا برادر عبدالله هم داخل شده. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب خوش اومدید برادر عبدالله. مبارک باشد رمضان. برای شما مبارک باشد ماه شریف رمضان. سلامت باشید. خب من عصر ما میخوانم ان شاء الله شما دوام خوب ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مسلمانان آنهایی که ما را میشنوند. به همه شما ماه شریف رمضان ماهی رحمت، ماهی برکات، ماهی مغفرت مبارک باد باشد. به خاندان شما و اهل شما خوبی های زندگی رو آرزو دارم و از الله سبحانه و تعالی طلب دارم که الله سبحانه و تعالی شما رو و اهل خاندان شما رو
هم در دنیا و هم در آخرت از انسان‌های بهتری که مکافاتش جنت است به همون چیز میسر گرداند و در دنیا عزیزی دهد، در جنت هم عزیزی، همچون چی صاحب رحمت پروردگار گردید. البته ماه شریف رمضان این ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه چی نجات از آتش دوزخ. نه اینکه فقط ماه رمضان این گونه است، بلکه همه ماه‌هایی که 12 ماهی که هست همین گونه ماه هست. اگر که مسلمان عملهای صالح انجام دهد و فرمان بازداشت پروردگار را کاملا پررگی انجام دهد و حرکت کند برای انجام دادن. برای چی؟ برای که مقصدی کلا مقصدی گویم که حیات، مقصدی زندگی انسان این رازگی پروردگار است که الله از من و شما راضی باشد. طبق آن چیزی که الله سبحانه و تعالی فرمان داده است باید طبق همان زندگی کنیم و در آنگاه به همون رحمت پروردگار امید میکنیم که ما از چی؟ از قطار همون نفرانی که صالحین، از نفرانی که الله را همچون خالق میشمارید و الله را همچون حاکم میشمارید و الله را چی؟ رازق میشمارید و الله سبحانه و تعالی ما رو و شما رو آفرید همچون چی؟ خالق. و من و شما رزق داد همچون رازق و همچون حاکم. الله سبحانه و تعالی من و شما رو آفرید، بالای ما چی؟ نظامی ساخت و آن نظام را پیامبر صلی الله علیه و سلم با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد. این قرآن است، این سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. مسلمانان در تاریخ اسلام فقط در ماه رمضان روزه نمی داشتند، فقط با دیگر عبادت ها هم چی بودن؟ مشغول بودن. مسلمان ها چیکار میکردن؟ صدقه میدادن. مسلمان ها نمازهایی گویم که با علاوگی میخواندن، تراویح و غیره. مسلمان ها در این ماه چی؟ کتاب های گوناگون علم می آموختن. غیر از این مسلمان ها چیکار میکردن؟ مبارزه میبردن. مبارزه مسلمانان نسبت مشرکان مکه سال چند 1630 و غلبه مسلمانان، مبارزه مسلمانان در جنگ بدر، مبارزه مسلمانان مقابل نصرانی های اندلوسیه. طارق ابن زیاد اندلس رو کلان فتح میکند و تقریبا 800 سال در اونجا حاکمیت اسلامی میماند و حتی که امروزه مردم اروپا، نه اینکه کشورهای مسلمان، حتی مردم اروپا میروند در اونجا علم میآموزند. حتی میگوید که در تاریخ همین گونه امروز در آثارخانه ها همون نامه ها باقی مانده است که شاهی چی انگلیه به گویم که خلیفه اندلوسیا نامه می نویسد، می گوید که به خلیفه مثل اندلوسیا از چی؟ از همین غلام شما فلانی التماس میکنم که همون جیانم یا دخترم به چی؟ به خواندن همون مکتب یا که دانشگاه عالی قبول کنید. البته مسلمانان در این ماه ها حرکت میکردن. چیکار میکردن؟ آن ظلم هایی که هست در دنیا همون ظلم ها را برطرف کنند و به همون اهالی کشورها چی دهند؟ آزادی دهند. اگر ما تاریخ رو نگاه کنیم هر جایی که مسلمان ها آمدن اونها بایگری همون کشور را با خود نبردن، حرکت کردن در اونجا مکتب ها مدرسه ها سازن. مردم همون جا را چیکار کنن؟ بایاری همون مردم همونجا همون کشورها را آباد کنن و رحمت اسلام
برکات اسلام را به دیگر نفرها برای بردن چیکار میکردن؟ حرکت میکردن. از برای همین برادران عزیز، آنهایی که میگویند که ما باید فقط عبادت کنیم، ما دیگر باید که کاری نکنیم، اگر که در ماه رمضان ظلم ظالمان اگر که گپ زنی، این غیبت است. نه، غیبت اون چیزی که پنهان است و تو دیدی و بعدین رفتی آشکار کردی، این غیبت است. ظلمی که در تاجیکستان است، ظلمی که در روسیه است، ظلمی که در دیگر کشورهای مسلمانی هست با نام مسلمانی، این همش آشکار است. نسبت شهروندان خودشان چگونه ناعدالتی میکنن، چگونه ظلم میکنن، این همه چیز آشکار است. از برای همین آن چیزی که آشکار است ظلم است، برآمده مقابل ظلم ایستادن، این غیبت نیست. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث خیلی معروف است، میگوید که اگر که یک کاری نادرست دیدید با دست من کن، اگر با دست نتوانستی با سخن میگوید، اگر با سخن نتوانستی با قلب گوی که همین کار نادرست است، حرام است یا ظلم است. این چه حالت ضعیفترین ایمان میگوید. حالا ای که ما قوت نداریم که مقابل رحمان و با دست رحمان رو من کنیم، لیکن ما میتوانیم که با سخن چیکار کنیم؟ همین عملها را محکوم کنیم. از برای همین این گفتن ظلم رحمانوف یا که مشکلاتی که امروز رحمانوف برای مردم تاجیکستان ساخته است، از این مسئله ها گپ زدن، این غیبت نیست. برای چی؟ برای آنکه پیشتر من گذشته بودم، وظیفه رئیس بردن چی؟ کارهای مردم و اداره کردن کارهای مردم است. لیکن وظیفه مردم نسبت رئیس گفتن مردم باید چیکار کند؟ رئیس حاکم محاسبه بکند. چی کار کرده ایستاده است؟ مال مردم کجا رفته ایستاده است؟ پولها به کجا صرف شده ایستاده است؟ و غیره. از برای همین ماه رمضان ماه مبارزه است برادران. امروز که ما مسلمان ها متحد نیستیم، دولت واحد که نداریم، البته چی است؟ در همه شهر و کشورها میبینیم هزارها، گویم که صدها هزارها نفر برادران خواهران در ظلم هستند، در زندان هستند. البته در این ماه در حق اون برادران و خواهران هم چیکار نکنیم؟ فراموش نکنیم. اونها هم فراموش نکنیم. در حق اونها دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی اون برادر، اون خواهرانی که با تهمت‌های گوناگون زندان شده اند، اونها رو الله نجات دهد از این ظلم، از دست این ظالمان. با دستان ما اونها رو نجات دهد. الله به اسلام و مسلمانان کمک کند. الله مسلمانان و اسلام و مسلمانان را غلبه دهد. برای چی؟ برای آنکه هر کشوری که اگر که نگاه نکنیم امروز چی است؟ از همه ضعیفترین انسان این مسلمان است. دیگر انسان ظلم کردن یا که تهمت کرده زندان کردن خیلی مشقت است. حتی که همون طرفداری که امروز مثال LGBT میگویم، بالای همون اگر که یک نفر مشت بردارد دنیا میخیزد.
لیکن ما میبینیم که بالای مسلمان بسنده است. تلفنش میگیرن 5 نوار یا 10 نوار اونجا چیکار میکنن؟ میپرتاین، میگوین این چی بود؟ تروریست بود، این اکستریمیست بود. هیچ کس پیشت این مسلمان حمایه نمی کند و حمایه کردن هم حرکت نمی کند. حتی که مسلمان ها از وی چی می شوند؟ دور می شوند. برای چی؟ برای که این خطا اون چیزی که همین مسلمان تهمت می کند میگه که با بالای ما هم همین باید گمانی بد نکند. حالا اینکه تا سالهای 90 بعد برهم خوردن شوروی در یگان جا دیده نمی شود که همین گونه بالای مسلمان ها نام تروریست یا اکستریمیست تمغه زده شده باشد. لیکن بعد برهم خوردن دولت شوروی امریکا و دولت های غرب چیکار کرد؟ نقشه کشید، گفت برای کنترل گفت دنیا کلا چی استفاده بریم؟ برای بایگری های دولت های مسلمان نشین را از آن خود کردن و دیگر دولت ها را ضعیف کردن و در حالت ترس نگاه داشتن چیکار کنیم؟ بیا همین مسلمان ها را با همین تمغه گویا که اینها بدبین هستند، دیگر دین ها را بد میبینند، دیگر خلق ها را بد میبینند و اینها این گونه تمغه زنیم. لیکن حالا اگر که نفر از تاریخ آگاهی داشته باشد، میلیون ها نصرانی ها در دولت های عرب زندگی میکنند، 14 عصر زندگی میکنند. از وقت آمدن اسلام اونها نصرانی بودند تا امروز نصرانی هستند. در مصر کوپت ها زندگی میکنند. در همین تا آمدن یهودی ها به فلسطین هزارها فلسطینی ها زندگی میکردند. از برای همین امروز چه است؟ مسلمان ها را با تمغه های تهمت زندان کرده ایستادند. در این ماه البته در حق آن برادرانی که تهمت شدند که دیروز همه ما آگاه شدیم، در رسانه برآمد، در همون رسانه گفته می شود که نفرهایی که 19 نفری که با جرم کراکوس سیتی زندان شدند اونها را میخواهد که همون ادوکات های همون جبر دیدگه ها میگوید که ما میخواهیم که همه اینها را چی شود؟ حکم ابدی دهند. میفهمید؟ 19 نفر، اگر اشتباه نکنم از همون 19 نفر 17 نفر از شهروند تاجیکستان است. در همین قضیه اگر که نگاه کنیم برادرها، هر یکی که در همون رسیه است ان همون نفرها بجای همین ها شدنش ممکن بود. ما بعضی حالت در حالت پروا نمی کنیم، میگویم که شمال نشود چی؟ نوگی درخت نمی جنبد. میگیم امروز هزارها تاجیک ها در روسیه چیکار میکنن؟ خانه‌شون را اجاره میدن. هزارها تاجیک ها امروز در همون روسیه ماشینشون را اجاره میدن، یا که ماشینشون را میفروشن با چی؟ با همون دویرن است. بجای همون جوانی که خانه اجاره داد، هر یک همین انسان بجای همون شدنش ممکن بود. یا که نفری که ماشینش فروخت، بجای همون نفر همین ها شدنش ممکن بود. هر یکی من و شما شدن ما ممکن بود. بجای اون نفرهایی که 3 نفر یا 4 نفر که متهم کردن و خودی همون عملی کراکوس سیتی، هر یکی ما شدن ما ممکن بود.
یک بار سوال کنیم که برای چی این گونه است؟ برای چی نسبت مردم تاجیک همین گونه سیاست هست؟ یک نفر ماشینش میفروشد، میبرند میگویند که دادرش خبردار بود و پدرش خبردار بود، پدری گویم که 70 سالش. اگر که ماشین فروخته باشه قانونی فروخته است، قانونی فروخته است. اکنون برای که نفرها را زیاد کنند، گویا که این یک گویم که همین قتل و همون کشتاری که خودی همین امنیتی های روسیه انجام داد با گویم که پوتین، برای بگردن مردم تاجیک زدن 4 کس انجام داد، گوید عقل انسان تو چی قبول نمی کند. البته برای گویم که مردم عامه یک کس انجام داد، گوید هم مردم عامه قبول میکند، لیکن هست نفرهایی که گویم که تحقیقات میگذرانند از دولت‌های بیرون از روسیه، برای اونها را قانع کردن. چیکار کردن؟ امروز قریب که 20 نفر از هر کنج روسیه جمع کردن، گفتن انا این پول روان کرده بوده است، انا این میخ روان کرده بوده است، انا این خانه داده بوده است، انا این ماشین داده بوده است، انا اینش یراق آورده داده بوده است. گفته 20 نفر را جمع کردن. امروز به 20 نفر حکم ابد خواهانه. از اینها 17 نفرش چی است؟ برادران من و شما است. همون نفرهایی که به روسیه برای کار آمدن. امروز با همین جرم، با همین تهمت حکم ابد گرفته ایستادن. من تقریبا 2 هفته پیش یا 10 روز پیش گفته بودم در برنامه 10 شهروند تاجیکستان از اون 7 نفرش در ترکیه حکم ابد گرفت. یک حکم ابد نه، 2 حکم ابد گرفت. اونها هم همین گونه تهمت کردن. چه خیلی که اینها را تهمت کردن، اونها هم همین گونه تهمت کردن. از برای همین باید که جوانهای تاجیک باید فکر کنند. مردم تاجیکستان باید فکر کند که پشت جوانهای تاجیک، مسلمانهای تاجیک، مردم تاجیک حمایت کننده نیست. خیلی در زندگی احتیاطکارانه باشد که برای چی؟ برای آنکه امروز حاکمیت جمهوری تاجیکستان شما را چیکار کرده است؟ از بحر شما برآمده است. شما را هیچ کس حمایت نمی کند، حتی که گویم که نه در داخل تاجیکستان نه در بیرون تاجیکستان. هر وقتی که نوارها را میبینی، رسانه ها را میشنوی، تاجیک کشتن، تاجیک زندان کردن، تاجیک با این گونه عیب یا اون گونه عیب چیکار کردن؟ دستگیر کردن. باور کنید که وقتی که انسان اگر که رسانه ها را اگر که خوبتر نگاه کند، از تاجیکستان آغاز کرده تا روسیه، تا ترکیه، تا اروپا و امریکا، تاجیکستانی در چه است؟ در رسانه است. تهمت بالای تاجیکستانی. از همه عجیبترش یک چیزی که هست که همین مردم تاجیک در همین روسیه قریب 4 میلیون هستند، لیکن در ایران مردم افغانستان 6 میلیون است در ایران، لیکن داعش افغانستان نمایندهش میرود در ایران یک گویم که هجوم انجام میدهد. هر انسانی که اگر که گویم که همین معلوماتشون آمد میگه که ها این داعش افغانستانی است که در ایران 6 میلیون افغانستانی است، یک افغان رفت است انجام داد است نمیگوید.
لیکن در واقعیت کی است؟ تاجیک رفته است انجام داده است گویا. این عجیب است. یا که در ترکیه انجام میدهد، داعش از آن افغانستان است، میبرند تاجیک گویا که انجام داده است، تاجیک میگیرند زندان میکنند. چه خیر وای گویا که حرکت از آن افغانستان باشه، میلیون ها افغان در ترکیه و ایران زندگی میکند، چگونه وای تاجیک رفت در همین کار دست داشت؟ چگونه بالای تاجیک این تهمت است؟ برای آن که درآید، باز میگویم که هر روز در مجلس های تاجیکستان، هر روز در همه شهر و ناحیه مبارزه با اکستریمیسم، مبارزه با تروریسم، مبارزه با اکستریمیسم با تروریسم، حتی که در مکتب ها، در چایخانه ها، در بلنیسه ها، هر جایی که هست انا همین است. وقتی که دولت همین ازبکستان، از همین ازبکستان تقریبا 2-3 برابر تاجیکستان مردم، همون گویم که جوانا به جنگ سوریه رفتگی هستند، از همین ازبکستان همسایه. اونها حرکت میکنن که تمغه تروریسم، اکستریمیسم از مردمشان دور کنن، این مسئله ها را خاموشن گویم که روی پشت کنن. لیکن دولت ما چیکار میکند؟ به همه میگوید که این ما اینجا مردمی ما اکستریمیست است، تروریست است. و بعد این که میبینید که فرزندان این ملت میبرن ترمه میکنن، میبرن میکشن. حکومت هیچ چیزی گفته نمیتواند. وقتی که حکومت گوید که برای چی میکشه، میگوید که بخشش این تروریست بود. خود شما مبارزه میبرید که در دولتتان ما هم مبارزه برده ایستادیم. از این ناعدالتی حکومت، از نادرست بودن سیاست امروزه دولت گپ زدن، این غیبت نیست. از برای همین برادران در ماه رمضان در فکر برادران خواهرانی که امروز در زندان ها هستند، در عذاب، در مشقت هستند، گویم که از یادتان نبرارید، در حق اونها دعا کنید، در حق ما هم دعا کنید. الله سبحانه و تعالی ما را نصرت دهد، کلی مسلمان ها را، مردم تاجیکستان را نصرت دهد بالای این ظلم و یک نظام عادل در تاجیکستان باشد و در کل کشورهای مسلمان نشین باشد. حبیبنا بارک الله فیک. به نظرم اینترنت بله نه اومد. باید باشد برادر عبدالله، واقعا دردهای مهم هستند که باید ملت و مردم در همه حالت آگاه باشند و امیدواریم در حالت گرسنگی، یعنی که وضعیت بیشتر مردم خوب میفهمند، درک میکنن. امیدواریم که در حالت سیریشون نفهمیدن، در حالت گرسنگیشون امکان احساسی فکر خداوند باشون. بله برادر، برای چی من می تیمه ها را گفتم که البته یک چیز است، نه مثال یک فرزند کلام میکنی با وای میرسانی، با یک نیت های خوب رو داری، آرزوهای خوب داری، نه می بیاید یک تهمت میکند، حکم ابد میفهمی تمام نمیشود. میفهمی تو هر روز مردت انتظاری که همین روز میمورم یا فردا میمورم. باز ظلم هایی که نسبت اونها میشود این خاتم نشونده است. همون پدر، همون نفرها برادران ما هستند. هر روز میبینی، هر روز همین خبر است. از برای همین دلت به این ملت میسوزد، دلت به این مسلمان ها میسوزد. باید که این مسلمان ها فکر یکدیگری شون کنن. اگر که ما فکر یکدیگری ما رو نکنه، هیچ کس فکری ما رو نمیکند. اون ظلمی که هست همون را حتی گفتن اینها میگوید که غیبت است. میگوید کدام غیبت؟ آشکارا گپ زده است. رحمانوف دیده است، مقاماتش دیده است، مردم ملت دیده است. یعنی که هر یک برنامه را 200-300 هزار آدم دیده است. یک نفریش حساب کنین دپش اگر یعنی که تلفن یا اینکه تلویزیون 5-6 کسی شتگی باشن، فکر که از 1 میلیون زیاد ما گویا غیبت داریم. غیبت یعنی که ذکر کردن برادرت به اون چیزی که در او هست ولی در غیاب باش. رحمانوف ظالم
در غیابش گفتن، ولی ما رحمان ظالم است، مقاماتش ظالم است، در روش آشکارا گفته هستیم. کجا این غیبت است؟ شما اول اصطلاحات شرعی را از مفتی سید مکرم بپرسه، بعد ببره گپ زنه. اخی اگر که ما باور نکنی سید مکرم ببره بپرسه میگتون که غیبت چیه. نگاه کن که باز مردم چقدر احمق میکنن. همین به نظرم که همون گویم که آوازها به همه جا پهن شد که به من هم اومد. چندین حدیث ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ماه دیدید روزه دارید، ماه دیدید کشوید. تمام این حدیث برای همه هست. میگوید که نه، میگوید در یک همین آوازها چند اومدن، یکش اومد برادر عبدالرحمن روان کرد، در همونجا میگوید که میگوید مفتگی گفتگی هست، میگن باید میگد روزی چی؟ روزی پنجشنبه روزه باشند. میگه تمام اون نفرایی که در تاجیکستان میگه پگه روزه میگیره روزش قبول نمیگه. فهمیدی؟ بیا که مونمش گوشش که امو نه اینیست اینه ای کراچی از من همون صدا را بمانم تا اینکه مردم بفهمن. وقتی سالی نو میشود لیکن سالی نو اینها پای در پای میشود. فهمیدی؟ لیکن وقتی رمضان شود عجیب است. میگه که رمضان اونا یار پیش سر میشن، میگه ما در دیگه اونا در دیگه کانتیننت، ما در دیگه کانتیننت زندگی میکنیم. میگه میفهمی؟ اگر کسی روزه میگه ایشون منتهای به معرفتی ضعیفی مونی ای از دیگه نفرشه از اون مرکز اسلامی. شورای علمای تاجیکستان برآمده است روز پنجشنبه باید پنجشنبه روزه بداریم. آیت صریح قرآن میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الامر منکم. خدا و رسول الامر اطاعت کنید. هر کسی الامر اطاعت نمیکند هم روزش به درگاه خدا قبول نیست، هم در غضب خدا گرفتار میشود. اگر اصلا روزه نگیرید و کسی روزه بگیرد بخورد گناهگار نمیشود. نمیشه در کشور قرار شورای علما براید آدم روزه بگیرد و با قرار شورای علما نابرآمده روزش افطار کند و در غضب خدا گرفتار میشود. برادرها ساده نشوین، این آدمای بی معرفت گوش نکنین، خدا و رسول اطاعت کنین. طبق آیت قرآن گفتم بفیرم همو کیای نورسای همون استاد یک استاد دانشگاه کو انا همو ای انا که حوزی کی را میمونیم خودی سید مکرمه. صدای سید مکرم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام شیخ خدا خیر برکت کرد. نه هم سعودی دم هیچ امکانی دیدن به چشم سر نبود، یا مسئله سیاسی است که اعلام کردن پگر رمضان، یا مسئله به دوربین دیدگیان، برای که موافقی استرافیزیکاشون علمای مشهوری که پیشکی معلومات داده بودن در سعودی به چشم سر هیچ ممکن نبود، برای که بعد 74 دقیقه بعد محتاب میشیشت روشنایی محتاب 00 بود، یعنی به چشم سر هیچ ممکن نبود دیدن. اپاراتور قطعی ممکن بود که ببینن، لیکن موافق شریعت یعنی رویت به چشم سر اعتبار است، نه به اپاراتورایی که باید پربین دوربین دیگر. آخر برکت یعنی قرار به تغییرات است. همه را بگین که روز پنجشنبه اولی ماه مبارک رمضان است. موافق شریعت 100% یگون دلگی یگون شکوکی هیچ کس نکند، مخالفت نکنن که بعد پرابلمشون میشه. میگم مخالفت نکنه که بعد پرابلمشون میشه. اگر مخالفت کرده میگه مفتی بعد پرابلماتو میشه. چی پرابلمو میشه؟ نه بدبخت نگاه که هم آیت سوره نساء آیت 59 هم میخوند، میگوید که اطاعت کنید به الله به رسول، بعد اولی الامر میگه و اول اطاعت به الله و رسول باشد. الله و رسول میگه که وقتی ما حدید روزه داریم، این گپ برای همه مسلمانان فرقی نمیکنه در کجای در چی. یک جاهایی که هست که امروز کلا روز است، مثلا 6 ماه روز میشود، 6 ماه چی شب میشود.
بعضی جایهایی که هست که کلا تاریکی است، ما دیدن غیر امکان است. او چی تو حالت ها به همین سوالا به همش اسلام جواب دادگی است. لیکن برای که او روز گفتیم که و همین تقریبا 21 یا همون نزدیکی همین نوروز دا توغری گره اینو همین طرف و طرف میخه جونن یا که یا وقت روز بود یا روز بود همین نوروز بود رمضان بود کدامش بود و همین رمضان بود یا قربان بود همین دندرجین رحمان افته توغری کردگی بود نکو. بله روز عید قربان بود بفیرم. بله دندرجین رحمان همه اید کردگی اینو دندرجین رحمان افته قربانی کردن میسو کمتر همین شهر دوره همین مردم همین اقمق کردن بس از آخه دیگه اوجه نمیشه این چیز بعدی می بروی همین بدبخت یا تا برو مدکو شما غیبت دارین. چرا غیبت دارین؟ شما مقابل قرآن سخن الله مقابل حدیث پیامبر عمل میکنید مسلمانو خب کنن گپ نزنن. سلامت باشی برادر، سلامت باشی انشاءالله. بار دیگر ماه شریف رمضان ماهی رحمت، ماهی مغفرت، ماهی برکات به همه شما و به برادر محمد اقبال مبارک باشد. همون برادران خواهرانی که در زندان ها هستند، در عذاب و مشقت هستند، برادران خواهرای عزیز در نمازاتون در دعاتون از یادتون نبراید. بار دیگر یادرس کردم. سلامت باشین، سربلند باشین. برکات به خاندان همه شما. امیدوارم. بارک الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی بعضش نیست که نمیدونیم کی را گوش کنیم. هر کسی را که دلت میخواه اطمینان ایمانی کامل داری همون را گوش کن. اون مشکل نداری برادر گرامی. هیچ کس نگفته است 19 مفتی میگه روزه بگیری خلاص 19 بگیری اون مشکل نداره. خدمت که 18 گرفت هیچ مشکلی وجود نداره. همون خاطر دیگه یگان مسئله یعنی که وزمین نرفته است که دیگه شما یعنی که بگه کی را گوش کنیم. هیچ مشکلی برای یگان نفر شما وجود ندارد برادران گرامی. خب اکنون در برادر وطن 665 قبول میکنیم. بعد از اون تبریکات رحمان فهمیمونیم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر وطن 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. صدای من نیست استاد؟ صدای خودت نیست استاد؟ ما با گپ میزنم صدا نیست استاد؟ چسبیدگی خودت ایتری اوستم سس می اوز برادر عبدالله خوش اومد. همه برادرها را و همه بینندگان را با همین ماه شریف رمضان تبریک میکنیم. خداوند در همین ماه مشکلی تمام مبارزا را چه زندانیا را چه خانگیاشونه همشونه آسان بگردونه و صبر جمیلشون بده. آمین. استاد خیلی کدی خودت که این ماه در چیکار کردن در کار مثال صبر کنیم مبارزه نبریم و نمو خیر احسان کنیم و عبادت کنیم و مبارزه نبریم. البته خیلی نمیشه واقعی. مثال هر کس که صبر میکنه در همین ماه هم روزت هم میگیری، نماز هم میخونی، ذکر عبادت هم میکنی، کار هم میکنی، با مبارزه هم دوام میتی. برای چی؟ برای که ما زندانی داریم واقعی. در اونجا زندانی ما را نگاه دارم بیچارو. خیلی که این برادر عبدالله گفت همه هر یک روز حساب کردیسن. او نمیشه واقعی تری مثال بیستی و بگوی که بیست خیلی ماه شریف رمضان بروه و بعد مبارزه میبریم. نه بیچارو نگاه دارن در اونجا چی حال دن با عذاب هم بیچارو. همه مسئله استاد هم نمیشه فطری روزه را برن در همو خانواده زندانیا بودن. اگر هم خیلی کنم بهترین میشوه واقعا همو زندانیا بسیارش وزبی نیده حالا چون واقعی اگر هم خیلی کنم بهترین میشوه. بهترین میشوه بله. خب استاد من صدا تایید شنم میفهمم هیچ نیومده سای خدا نگهبان تا باشم میبرم با گوش میکنیم انشالله. برادران گرامی ما هیچ وقت نگفتیم که ما گفتیم که برعکس ماه مبارک رمضان ماهی تنها عبادت و تنها خیر صدقه نیست. ماه رمضان ماه مبارزه، استقامت و
و در مقابل هر ظلم ایستادگی نمودن و مبارزه بردن است. اولین مبارزه های اسلام از بدر در ماه مبارک رمضان شروع شد. من خاطر هیچ وقت ما نگفتیم که ماه مبارک رمضان تنها ماه عبادت و تنها ماه خیر صدقه است. خیر تا بکن، صدقه تا بکن، نماز تا بخون، روزه تا بگی، عبادت تا بکن، قرآن تا بخون، مبارزه تا بر. هر کاری که در کار خیر مبارزه بردن اول کار شر است، کار خیر است. مبارزه را هر یک آدمی نیم کاله مرد برده نمیتونه، مبارزه را مرد میبره، مبارزه را اونه که اون مرد ای میتونه استقامت کرده میبره، نه اینکه مبارزه کار هر یک افرادی نیم کاله مرد. مبارزه کار مردان است. مردا وقتی که میخوای که مرد باشی مبارزه بری، پس تو بدون که از در قطار افرادی یعنی واقعا هم شاخص فرق کننده هستی. خب بیننده گرامی 360 نفر لایک خودش گذاشته است، 612 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است و فعلا اگر رحمانوف تبریکات یک تماشا میکنیم تا اینکه ببینیم رحمانوف چی گفته است. هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی ماه مبارک رمضان، ایام فیض و برکت، خیر سخاوت، صبر و تحمل، بخشش گناه ها و هدایت مردم به عمل های نیک و شایسته صمیمانه تبریک میگویم. و خاندان هر یک شما روزگار آباد و آسوده، سعادت زندگی و در همه کارها و فضیلت‌های انسانی موفقیت و کامیابی آرزو می‌نمایم. ماه شریف رمضان با حکمت‌های خود در تعلیمات دین مبین اسلام جایگاه خاصه دارد، زیرا خداوند در این ماه صبر و تحمل، مهر و محبت و خیر سخاوت را از میان دیگر عبادت‌ها انتخاب کرده است و به آنها مقام مخصوص داده است. میخوای یک گپای دروغ میگه، یعنی که نمیدونم میره کی مینویسه میده، یعنی خیر صدقات مقام مخصوص داده است. یعنی نیست قرآن خواندن یعنی که مقام مخصوص نیست، مقام مخصوص است. عبادت، نماز خواندن، شب تراویح خواندن، قیام لیل کردن مقام مخصوص نیست، مقام مخصوص است. ذکر کردن یعنی که ذکر مقام مخصوص نیست، مقام مخصوص است. یعنی همه اینا مقام مخصوصی خودش داره. در نیست که یعنی پاتبین هم قدر به ایمان است که مقصد میگه روزه و نماز و ویش میگم خلاص مهم، صدقه مهمه. یعنی فقط شما باید که یعنی که همون چیزی که باید ما پل میتیم هم پل را ما نتیم باید شما بتیه باید. یعنی که نماز، روزه و عبادت، قرآن خواندن، ذکر اونا قدر مهم نیستن. صدقه مقام مخصوص داره. نه، صدقه اون مقام مخصوص در برابر این چیزا نداره، هیچ وقت نداره. در خاطر باید داشت که حکمت روزه ماه رمضان تنها خودداری از خوردن و آشامیدن و عبادت کردن عبارت نیست، بلکه در این ماه مبارک پاکیزگی باطن و ظاهر، یعنی من پاکیزگی باطن و ظاهر آزاده رستم عزیز ما خودش لعنتی را، پاکیزگی باطن و ظاهر تخمینه کلیوپاترا، پاکیزگی آزادی سامان، همین را اول پیش اینکه ملت بگویم پاکیزگی همین ظاهری پدن علت اسماعیلی دست استغفرالله دیگه نمیفرام دست به خیرش بگم پینگوین، همین را که بونگه که همین پاکیزگی داخل و باطن دارن، همین اولادیت قبل از اینکه مردم نصیحت میکنی. دوری جستن از کینه و عداوت، اختیارداری نفس و بیشتر انجام دادن عملهای شایسته در جامعه جایگاه خاصه دارد. همون جایگاه خاصه خود چه؟ تو همچون یا لعنت کرده الله، کینه و عداوتی که به مردمی که در درون زندان هم داری یگون تشنه عوف که نبروردی شو. کینه و عداوت یکم تو باید پدن علت بشناسی و بفهمی که کینه و عداوت باید تو نکنی به این ملت، به این مردم، ببخششون، عفوشو کنی تو اینکه یگون جایگاه باشد.
حداقل تو خودت نه کینه و عداوت داشتگیت از داخل دور نمیکنی و چی مردم از دوری کردن کینه و عداوت نصیحت داری. لما تقولون ما لا تفعلون. الله میگه گفتی بفهمون اخی امیر رحمان فهم برای چی میگویی چیزی که نمیکنید، یعنی برای چی چیزی میگویی که نمیکنی خودت. مردم ای کینه دور کسی است خودش کینه بگیره، مردم ای عداوت نصیحت داره که نکنه که او خودش عداوت کینه و دشمنی داره، مردم هر روز زندان داره ظلم کرده است. چی در کاره گپای دروغ؟ پرهیزگاری، سخاوتمندی به اطرافیان، دست نیازمندان را گرفتن، از روی توان و امکان کمک کردن به نزدیکان خود و انجام دادن دیگر عملهای نیک و ثواب از جمله ارزش‌های می باشند که در این ماه برای مسلمانان ثوابی بیشتر دارند. شخصی که در این ماه مبارک یک عمل نیک یا یک کار خیر و ثواب را انجام می دهد مانند کسی است که 70 عمل فرضی را در غیر این ماه انجام داده است. این گپ یگان نمود خیلی معنی اصلی نداره و این گپ یگان نمود خیلی یعنی که دلیل وجود ندارد. مفتی یا برای میره ببینه میره نوراسف وقتی میگوی اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم همیره بر بفهمونش که میگه گفته است چی افندی نقل کرده است از اینجا یا بر کم کم ببینه همیشه میره او آزاده هیچ را نمیفهمه که هیچ صورتی روش میکنه میتیش این خیلی که هیچ که اهمیتش نمیتیره، یعنی که واقعا هم دهشت است و این گپای چیرت پیرت میگه و خیلی همی گپای میره کم زرک دقت بتی و خیلی قبل از اینکه میبروریش همی خوتی که گپ زدن و مردم تبریک کن. مخصوصا باید تأکید نمود که دین اسلام احترام گذاشتن به مقام و منزلت پدر و مادر را از جمله ارزش‌های بلند دانسته، خدمت به آنها را از همه عبادت‌ها بالا گذاشته است. که از همه عبادت‌ها بالا نیو یکی گپ درباره که همون بچه‌ای که تو 500,000 تاجیک جوانی که 600,000 که هر ماه در ماه بهار ابلغ میقپیش و 600,000 دیگه بود تیر ماه ابلغ میکنی عسکری میبریش و همشان میگریزن میرون از خدمت پدر و مادر دور میشون. همین کورا با پدر و مادرشون خدمت نکردن سببگورش کیه؟ توی یا کی یگون کسی گه تو مقاماتت. پس همین مردم از خدمت کردن و پدر و مادر کی دور کرده است از تو؟ زندانوی تو پر جوانی بگنو که خدمت پدر و مادرش نکردن نمیتونن کی همین کارا را انجام داده است؟ تو یا کی یگون کسی گه تو؟ پس مردم محروم از خدمت پدر و مادر کردن کی محروم شو کرده است؟ تو. پس این تو فکر نمیکنی که همین خمیلت تو محروم از خدمت پدر و مادرشون کرده؟ به این معنی در حدیث آمده است که نیکی کردن با پدر و مادر افضلتر از نماز و روزه و حج و عمره می باشد. یکی از عملهای تری گپ نیست اخی باور کنه ایچی گپ ایچی معنی داره ایره دیونه را هر نماز نافله روزه نافله حج عمره یعنی این حتی فرائض هم دیگه بالا دونسته است. این آخی بیچاره یک یعنی که گوچرونه ای پت آخی این اصلا نمیدونه چی گفته است. یا با فیلم دخترها و بچه‌هاش پسندش نکیسن خوگه با فیلم برایم خیلی پره گپ زده است. درسته یعنی که الله تعبدوا الا ایه و بالوالدین احسانا، یعنی که عبادت نکنید غیر از الله هیچ کسی دیگر و پدر و مادرتون نکوی کنید. یعنی که الله سبحانه و تعالی فضیلت احترام در اول برنامه هم گفتم که رسول اکرم با منبر بالا برآمد و جبرائیل اومد به پیشش در قضیه یعنی که 3 بار آمین گفتن. یکم بار آمین برای هر کسی که نامی تو را بشنوه و صلوات به تو نفرسته، هر کسی که پدر و مادرش را دریافت کند و یعنی که خدمت نکند و دیگرش یعنی که رمضان را دریافت کند و در رمضان پیدا کردگیش گناههای او بخشیده نشود. ولی این بدبخت طبیعی یعنی مقصد شکی تو نماز روزه حج نک یگون کار نک هم پدر مادر تا خدمت
تماما به یگان چیز طوری نمیگیره. یک چیز نوافل میگن هیچ وقت با حج منظور حج فرضی نرفته است از گپ یا با نماز فرضی نرفته است از گپ. که در نماز که بچه من یک کار میگمش میرود در جوش مثلا شتست نمازی نفل خونده است. باید همین گپی منع گوش کردن، احترام منع کردن بهتر است براش از نماز نفل خوندن. یعنی انا یک گپ نیکی فرض نه که اون نماز فرض چه خونده است باشه من را در یک کباش بگم او باید نماز فرض پرتو بخیزه بیا. این گپ نیست. انا این است که فهمیش غلط از اسلام داره مردم گمراه میکنه بدبخت. انا میرم ملا باید نمیره تحلیل کنن. خیره که ثواب بیشتری انجام دادن آن محض در ماه شریف رمضان تاکید شده است. صدقه به یتیمان و معیوبان، عائله های بی‌سرابان و کم بضاعت و دیگر نیازمندان به شمار می رود. همچنین در خاطر باید داشت که طبق تعلیمات و احکام دین مبین اسلام با گرفتن فطر روزه در نوبت اول یتیمان و معیوبان و نیازمندان و عائله های کم بضاعت حقدار می باشند. در این بابت پیامبر گرامی فرموده است بهترین و با ارزشترین صدقه آن است که در ماه رمضان انجام گیرد. کویا بارمی رحمانوف یک کار که رستم آزاده صدقه کنن ما ببینیم. صدقه با عائله زندانیو کنن. آزاده جان میلیارد جمع کرده IRS که رستم بگو ایدشان بسیتی و همه کو خیلی مثلا این آزاده کیمیکال آزاده خیلی اسب آزاده فلان چیز تخمینه را بگو کو رخشانه را بگو کو گفتی که پروینه را بگو همه بگو صدقه کنن ما ببینیم. یعنی که برای اوچه قابل جون 300,000 داد، یعنی که دیگر راه نداشت خیلی که گرفت داد. یکی همین طریق که صدقه را دخترات بگو بچه ها بگو کو بکنن، زوی را بگو، شمسلو را بگو، عزیزما را بگو. این برای مردم فقط فرض نیست که مردمی کمبغل باید اون کار بکنن و هر کاری که داره میتونه انجام دادن که تا همون دختر و بچه تا بگو که انجام بتن و خی هر یک خیشی پسلت نیکو همون امردی نقش و بگو یکون کار بکنه یکون چیز نسازه این مردم صدقه کنه پول بته تمام دیگه یکون چیز ساختنی و برای ما را در کار نیسته برای یکون جای دیگه بسازه برای ملت فایده نداره و گفتی گپا صدقه‌ای که میکنی برای ساختن یکون جو این مردم پول بته. فراموش نباید کرد که شرط قبول عملهای خیر انجام دادن آنها از روی اخلاص بوده. در اجرای آنها باید حد اعتدال رعایت گردد و با اسرافکاری و ظاهر پرستی و خودنمایی و زیاده روی راه داده نشود. مقصدش که زیاده روی نکنه همون پلوتونا بیاره ولی اگه گوش نکردن باید همتری باشده به من ابتیش من خودم میدونم برام که ربطی میشته یعنی افری باید که مثلا با نمایش نگذاری اگون کار نکنه گویا که اگون کاری با نمایش ارتباط نداره همه کارایی تا چیست روی اخلاص به خاطر الله های هیچ کس نمیدونه گویا آزاده خطی یعنی که یا با اخلاص کار میکنه هیچ کس نمیبینهشون روشون لخچه روشون سیاه خصوصا رعایت انصاف در خرید و فروش مال سرخرج و استعمال از معیار زیادی خوراک سرغذا در این ماه بسیار مهم است زیرا عملهای ذکر شده و ماهیت این ماه مبارک عموما سازگار نیستند. یعنی گویا که یکون چیزی کلرینی نخره یعنی که شما تا باید که هم تا بخلی بگرده خیلی خلاص آخی گفتی که پا همون اویله خدا هم تری هست هم چیزی تی میگوی همی که پا درستن در اویله خدا تطبیق شده است یا نه
مثلا تنظیم میگوی برای مردم دیگه تطبیق میشه نه که در اویله خود تطبیق نمیشه کوخی. باور دارم که مردم شریف تاجیکستان این حکمت‌های ماه رمضان را درست در نموده با نیت نیک و قلب پاک و طاعت و عبادت مشغول شده فضای صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را در کشور عزیزمان باز هم مستحکم می‌گردانند. هموطنان گرامی، ماه مبارک رمضان به دوره آغاز موسم کشتکار بهاری راست می‌آید. این از هر یک ما تقاضا می‌نماید که با استفاده ثمرناک روزهای بهاری اهمیت اولین درجه داده برای اجرای سریوقتی و باصفت کارهای کشاورزی کوشش نمایید. با در نظر داشت وضع مرکب جهان امروزه که در نتیجه تغییریابی اقلیم، بحران‌های اقتصادی و دیگر عامل‌ها بسیار کشورهای دنیا با مشکلات نرسیدن مواد غذایی و بالاروی نرخ‌ها روبرو گردیدند. مسئله تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور اهمیت مخصوص پیدا کرده است. در چنین شرایط استفاده عاقلانه و ثمرناک هر یک وجب زمین با مقصد افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن بازار داخلی و کاهش دادن وابستگی از واردات محصولات غذایی وظیفه مهم و مسئولیت ایمانی و انسانی هر یک ساکن کشور به حساب می رود. مقصد شاید که ماه یعنی رمضان با کشت کار درست میگیره، به همون خاطر رمضان بازارا را تامین کردن در کره روزا را باید یک کار کنه که کارش مهم نیست دیگه. روزا مهم نیست، خیر صدقه که تمام همین خیلی که وضعیت من خوب کنی شما دیگه اوش مهم نیست. دهقانو باید که کار کنن، کاری بفایده پخته میکنن، پخته کو در شردکان گفته وزیر امور رئیس امور شه هم دیونه جمشید بود که همین میبرمد همین شما پول مهاجرا را چی نتیه اکسنت نتیه گفتم داد میزد در حالتی که تاجیکستان با پول مهاجر زندگی داره. دیونه دیگه رئیس امور مونده است. همون وقت بخشی که وزیر کشاورزیش همش هم میدونن که در چی وضعیته. دخترها و بچهای خودش خیلی سیمه کرده تماشا کنه ولی با بیشتر میفهمی چی گفته هستم. مقصدی من یعنی که فریب حیاتش فریب لعنتی را یگون کار همه که برای اینکه روزا نگیره در وقتی که یعنی که چی میشه و در وقتی که رمضانه باید روزا را بخورش ما یعنی که کار کنه. یعنی همه ما باید در حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت توسط زحمت صافدلانه، استفاده ثمرناک آب و زمین، تخمی‌های اعلی صفت و رویانیدن حاصل فراوان سهمگزار باشیم. در برابر این وسعت کارهای کشاورزی، فراهم آوردن جایهای کاری نو، بنیاد باغ و تاکزارها و اجرا کردن عملهایی که با بلند برداشتن سطح زندگی اهالی خدمت میکنند در دین مبین اسلام حکم صدقه جاریه را دارد. صدقه جاریه از مسئله فرضی که الله گفته است، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، اگر پولش به نصاب رسیده باشد حج کردن، صدقه جاریه این چیزی در اطراف آن چیزی که مأمور به فرض است. وقتی که روزش بخره و صدقه جاریه کنه تا اینکه چی گفتنیه این پیرسک نمیفهمی شوخی.
یعنی فرض کنار موندنیه در یک چیزایی یعنی اطرافی محاول فرض گپ زده است. یعنی آدم گویا که زکان هایی که در تاجیکستان است اون طرف مونی و یک کردگر بخیریم کنی روزت میتی همین خودش پعدنی علی الله گفته از روزا بگیره میگه برای ما تامین عضوخواری مهمه روزاتون رو بخره تو اینکه تامین عضوخواری بکنی صدقه جاریه کاری کردگی شما کدام صدقه جاریه اینو بدونید. علاوه بر این ما باید با در نظر داشته وضعیت حساس جهان معاصر با مسئله صرفه سرشتکاری راه ندادن به زیاده روی و اسراف کاری و ظاهر پرستی اعتبار دائمی دهیم. ما باید در فکر اهل عائله، فرزندان و نزدیکان و پیوندان خود باشیم. اینچنین تعلیم و تربیه فرزندان، صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیدن آنها وظیفه و قرض هر یکی ما می باشد. زیرا آموزش علم چراغ است که در هر دور و زمان انسان را به راه درست و آینده نیک راهنمایی میکند و اولین دروغ میگه کو نمیدونه دیگه چی بگه ظاهر پرستی و اسراف و خیر صدقه و چون باور کنی ای آدم ای قاخد. این آیتی که در قرآن مجید نازل شده است اقرا یعنی تاکید به خواندن و از خود کردن علم می باشد. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که تشویق فرزندان به علم آموزی و از خودکنی کسب و هنر، فرموده احکام دین و بهترین خدمت در تربیه نسل نورس و جوان به حساب می رود. دولت و حکومت مملکت در سمت آموزانیدن علم و دانش و کسب و هنر در کلخازآباد، در جیلیکول، در قبادیان، در قمسنگیر، در چنجوش، در پنج، در وخش، در همین منطقه میدراین ایکلو یعنی که بچه ها را کودک را طلبا را میپرسن که همی چیه الف اینمی چیه اینمی ب اینمی چیه ت کوی سوره بخون کوی آیات بخون همی کیو داد فلانی ها میرون او را اشتراف میکنن. در فیض آباد کردن، در وحدت کردن، در رومید کردن. باور که ظلم بالای ظلم است. لعنتی دروغ میگه. نمیدونم چی را مقصد داره، چی میخواه. یعنی که خواندن مکتب که معلومات تو دیرکتور مکتب ای معلومات سرکردگی پول میگن با مردک در جانش زد است به همون کودکا پول میگیره. دیرکتور سرکردگی تو معلومش چی که با اقرا گفته ایسا گویو که مکتب کودکاتون رو با خواندن تشویق، کودکا رو با خواندن تشویق میکنه ولی کاری نیست که پدر مادر کار کنن تو پولی برای کودک برام بسپارنده مکتب. تو مکتب به پول کرده، معلمو رو اولیک داده، معلمو درس خوب میتین برای یک کتاب گفتی گپو چقدر ای مردم میزنی کودکا پولاشون رو میزنن میگیرن. با نورسان و جوانان اقدامات زیادی را عملی کرده ایستاده است ولی باید پدر و مادران نیز وظیفه مقدس خود را ولی بعد به قضیه برمیگردیم مثلا همین یعنی که خواندن چیزا رو میبینیم ولی با خوب اینا زیر خط نیست با نوار میمونه و با سواد و صاحب معرفت گردانیدن فرزندان یعنی به خاطر آینده با سعادت آنها اجرا نمایند. هموطنان عزیز، حالا کشور ما مرحله تشکل و تکامل دولت ملی را طی کرده ایستاده است.
قانونیت بنیاد دولت ملی معاصر تقاضا میکند که هم ارزش‌های اسلامی و هم رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی باید در تقویت ثبات و آرامی و آسایش و سعادت مردم تاجیکستان قرار داشته باشند. امسال یعنی که ایتاشکرو نگفت که کراچی بخره ولی مقصد که در رمضان های باید که بزرگ را پر کردن در کره، بعد مسئله بزرگ را پر کردن در کره صدقه جوریه، بعد دهقانا باید که کار کنن که کارشون واز یعنی که چی کنن به همین تا اطراف شقتی هم تا گشت گذشت پر رفته پد. ما با افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 35 سالگی صاحب استقلالی کشور محبوبمان سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودیم. این سال پر افتخار برای هر یک فرد جامعه امکانیت است که با زحمت و عمل سازنده خود در پیشرفت دولت و شکوفایی و آبادی وطن محبوبمان سهم گذارد. با این وسیله ما نه تنها جشن بزرگ صاحب استقلالی را تجلیل می نماییم بلکه آینده درخشان کشور را نیز برای نسل‌های آینده بنیاد میکنیم. در خاطر باید داشت که کارهای آبادانی از جمله بنیاد و از نوسازی راه و پلها، مؤسسه‌های طبی و مکتب و کودکستان‌ها به صدقه جاریه داخل می شوند و طبق تعلیمات دین مبین اسلام برای انجام دهنده آنها ثواب و ثمره زیاد را فراهم می سازند. هر یک شهروند کشور می تواند یک کار نیک انجام دهد، یک گوشه دیار را آباد سازد و حس وطن دوستی و افتخار از وطنداری خود را در عمل نشان دهد. با استفاده از فرصت می خواهم منتداری صمیمی خود را به مردم شریف کشور خصوصا صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه که در چنین کارهای خیر و ثواب سهمگذاری کرده هزارها انشاءات استحصالی و اجتماعی از جمله راه و پلها و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی بنیاد کرده ایستادند بیان نمایم. ما را ضرور است که من بعد نیز صاف دلانه زحمت کشیم، فرزندانمان را در رویه وطن دوستی و وطن پرستی و حس بلند ملی تربیت نماییم و تاجیکستان را همچون وطن آباد و زیبا به نسل‌های آینده میراث گذاریم. ما باید همیشه متحد و سرجم باشیم و تمام سعی و تلاش خود را برای حفظ صلح و ثبات کامل کشورمان، آبادی وطن محبوبمان آن در عرصه بین المللی روانه سازیم. با امید آبادی و پیشرفت بازم بیشتری وطن عزیزمان تاجیکستان بار دیگر فرارسی ماه مبارک رمضان را به مردم شریف کشور تبریک گفته و هر فردی ملت
دل شاد و خانه آباد، وقت و اقبال بلند و صلح و آرامی ابدی آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز. پیشوی ملت انا که میگه در تعلیم تربیه Antari şarkı şubay da badavan şınaydı. Ganda pişaymanı aykadayı korum. Hocama yürümekadım. Vakti hocam yürümekadım. Tecrübem yomadı. که گویا که بچه‌ها که قرآن خوندگن کودک‌ها را قپیدن آوردن این هم تریوه در ماه یعنی که شعبان رید کردن گویا کودک‌ها را چی سود کشته است پدن علت آخی خینیده چی میگه رحمان فاخه گویا که پوینمی سرخی چی سود کش دیگه گفته گپو وضعیت کودکان هم تبیزه بای همه تحولت اینه کودک و چشا یاد کست حلیم گیری هستند که دور از تربیه و مهر و محبت این همین کارهایی که رحمانوف انجام میده مؤسسه تعلیمی در کنار مانده و از تحصیلاتی کنار مونده و کارش رفته است در پیش کدوم درس خونده است این نمیه وضعیت رحمانوف این نمیه رحمانوف یعنی که از پایم رحمانوف هم متون فهمیده که کوشش کنه که در زمینو کار کنه صدقه جاریه کوشش کنه مسئله یعنی که دهقانیتون شروع کار کردن در کاره تو اینکه کارو پیش بروه بازارو پر شوه تو اینکه مردم یگون گپ نگه صدقاتون کم مصرف باشه خطون اوقاتی زیاد نخره یا که اولاد خشم هم تری کرده است غذای بیشتر نداشته باشه تو اینکه شما بتونه یگون چیز احساس کنه و زمین ده کار کردن که وقتی که روزا میخری دیگه این دفعه رنگ او اگر این سرش او در پیشش یا چی موندگی اکران همو اکران رو نگاه میکنن هموطنانی گرامی اگه میگن سرطنه جنبان با سرش نمیجیم بونا هموطنانی گرامی شما را با مناسبتی فرا رسیدن چشمش هم تریه گفته گپو اگه با بعضی بچه ها میگن هم را نزدیکش که اگه تو بدرام را میبینی نزدیکش دیگه هم قطونیستمش نزدیک کرده ولی مهم چی است هدف همین است که یعنی بازی اسلام چه خیلی مبارزه برام هدف رحمانوف همیه دیگه یگون فکر دیگه نداره یگون فکر رحمانوف تنها و تنها چگونه یعنی که بر علیه دین اسلام بر علیه یعنی که اسلام مبارزه به امان برام کودکاتون رو تعلیم تربیت کنه این بسیار کار خوبه کودکان رو تعلیم تربیت کردن وزارت معارف چی میگه نبر وزارت معارف تا نگاه کرده است او یا دیگر معلم چچره اکادمیک چچره گرفتیم نوشتیم همه جنایتاش ای پاتی وزیر معارف دیگری تا خیلی لوزد از جنایتش یا با ایش هم بگیم خیلی اگون آدمی صحت نمیتونی یافته مونده که همون آدم بگیره کار کنه او آدم دزدی نکنه غارت نکنه وزیرای معارف در منطقه پول نگیره سوم نگیره و بمونشون تا اینکه اونو کار کنه خدمت به مردم کنن همینطوری آدم نمیتونی یافته مونده این صدقه جاریه شوه و علم بیاموزن مردم ای مردم پول نگیرن همین کارا تشکیل کردن نمیتونی وقتی نمیتونی کرده چی تو ای مورد اقرا بسم ربک الذی خلق سوره اقرا را میخونی و گفتی گپو گویا که اقرا قرآن ای باید کودکا بخونن چخل بخونن وقتی که تعلیم تربیت در حالتی و ازمین قرار داره خیلی دهشت است خیلی رحمانوف دروغ میگه که باور کنه دیگه صرف نمیشه هم خود دروغ گفتگی خناسخته که دیگه تمام صرف نمیشه و لعنتی خوب قبل از اینکه 7+70 برادر صحبت کند بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 416 نفر یعنی که در لایک گذاری لایکاش گذاشته است 770 نفر و امروز 33 نفر در شبکه اسلام خوب بهترین خوب بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید در نظرسنجی اشتراک کنید تا اینکه نظرسنجی ما و شما را بتونیم تقدیمش کرده بله سلام علیکم و رحمت الله فرما 7+70 7+70 بله در محمد اقبال عقل گرفت نگرفت امی سای مکارون گرفت
айми гов ақл гирифт нагирифт саймакарон гирифт е бар падар наълатра саймакарон у гапот ҷапот чум чӣ мегӯй ба номи Аллоҳ айми гов тине ки ақл гирифтӣ бародар Маҳмад Иқбол ба номи Аллоҳ мон барои ҷавонҳо мегӯем ки бародар Маҳмад Иқбол ҳамиҷа яташ рафт занг гирифт 3 рӯз баъд гашт омад авоз гуфт ки билла бачам рафт занг гирифт гашт омад 3 рӯз гуфтам ки ин хубӣ пешвот вай ин хубӣ пешвот вай гуфтам ҳол бесте гуфтам ҳамин пишнаб гире не Рустамаш биёд ку дига фақат ва телефон гап мезанӣ тамом درسته با خدا قسم این همون گفته خودش که یک تراکتور روش کلاش نیست ما حقلا یک بلا کنیم پریسیپش ما بگیریم والله قسم نه مهاجر میشد که نه در میشد والله قسم کیتایا را نشون میده برادر محمد اقبال که توریست میان با ملیسا پروژت شومنن ما این خبریم که برادر محمد اقبال خبریم و شیرای نرکش کو شیرای نرکش رستمش بیا شیرای کودکا را میکشایی برای آینده بودشی خودش نخو ما همین پریسیپش ما گرفتن نتونیم والله قسم برادر محمد اقبال از من ببرم دلم میشوره اوجه امیر رحمو بر پدر نعلت را رحمان که والله قسم برادر محمد اقبال اینجا میومم یک سال میستادم حین خونه رویه که غمو میگرفت وطن غمو میگرفت والله قسم که خدمت میبردم چند پلی میبردی که 2 ماه یا 3 ماه برادر محمد اقبال در اصل دو سال میستادی پلی کار که اگه خدا میرفتی در بانک علش میکایی در بانک یا 50 سومه در بازار 100 سوم نمیمونن که در برایم پلی حلالی خطکو در بازار میده کنی وان پلی حلالی خطا میاری بان 50 سوم باشه که 25 سوم با بیارا میتی ای سمیه سیرکنی نداره برادر محمد اقبال یا فقط خونی مردم خورده سن برادر محمد اقبال فقط خونی مردم بله یاد گفته است که یک کجی وطن آواد کنه یک کجی وطن آواد منی که تیارش منی به درمدن رستم میاد میگه دینگو بزن بر پدر نعلت را رحمان فه والله قسم برادر محمد اقبال ایمو فرعون دکو ادعا بسیار گرفتگی برادر محمد اقبال با فکری ما که خداوند انشالله که تصمیم موندگیشه برای دیگر دیکتاتورها تا اینکه محمد اقبال این نوی سبتمات این نویستگی ها اتویت به من دادی داو مسجد گیرونش کن خوب بیننده عزیز گرامی دیگر انشالله که تقریبا وقتی افطاری ما هم چند دقیقه باقی مانده است دیگر از این برنامه را طولانی تر نمیکنیم انشاءالله که امیدواریم برادرانی که فعلا در برنامه هستید اعلانی که ما کردیم برادرانی که در کارهای اصلاح میتونن که اشتراک کنن خب 50 یعنی که 100 نفر 50,000 روبلی یا اینکه 500 یورویی و باقی مونده حالی یعنی که با این چیزی که حساباتی درست مثلا ترکیبی صورت گرفته است یعنی که خوب 150 نوشتن ولی این 150 نفر هیچ وقت نمیشود ولی خوب 150 نفر 25,000 میتونن که سهم خودشون بگیرن دو گروه یک گروه 100 نفره یک گروه 150 نفره گروه 100 نفرش 50,000 گروه 150 نفرش 25,000 اینا همش سهم در یعنی که ادامه مبارزه انشاءالله که مصرف می شوند در طول سال اگر که خدا کند که تکمیل شود دیگر هیچ نیازی به هیچ مشکلی دیگری نداریم میتوند که یک نفر 10 از جای 10 نفر یعنی که سهم بگیره یک نفر میتونه از جای 2 نفر سهم بگیره یک نفر میگه هیچ کس سهم نگیره من خودم یعنی که پرداختش میکنم انشاءالله که
مبارزه ادامه پیدا کنه. کارش کرده رفتن بگیره. یعنی اینا همش چی هستن؟ اینا همش یعنی که ادامه مبارزه و برای مبارزه هستن. خوب بیننده عزیز گرامی، دیگر از این بیشتر وقت قیمت شما رو نمیگیریم. خدا کند که انشاءالله در این ماهی یعنی نیایش با خدا هست و الله سبحانه و تعالی دعاهای خیر و نیکی ما و شما را انشاءالله که به همان وضع و حالتی که هست انشاءالله که از ما و شما میپذیرد و قبول میکنه. تنها و تنها اخلاص و تنها استادگری و استقامت انشاءالله ما و شما را در مقابل این الله سبحانه و تعالی وطن ما و شما را از شنگال این ظالم رحمان نجات بتید و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی تمام اون عزت و شرف و شجاعت گذشته این ملت بار دیگر به این ملت باز بگرداند. الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناه این ملت از زندانهای منحوس رژیم رحمانوف آزاد نماید. الله سبحانه و تعالی تمام آن گم کرده های این ملت که از دست این رژیم رحمانوف نابود شدند و غیب زدند و مفقود الاثر شدند، الله در رحمت خودش آنها را در آن رحمتی که پس از آن شامل اون رحمت شدن هیچ عذاب هیچ مصیبت بالای آنها نیست، خداوند شامل حال اون مفقود الاثرهای این ملت بگردان. الله سبحانه و تعالی تمام اون زندانیان بیگناهی که با تهمت‌های دروغین وارد زندان شدند، الله سبحانه و تعالی اون زندانیان را از زندانهای رحمانوف آزاد نماید. خداوند هر کسی به این وطن، به این ملت، به این مردم دشمنی میخواهد، بدبختی میخواهد، خیانت میخواهد، الله رسوا و روسیا و در نزد این ملت چهره کثیف و پلید اونه الله به نمایش بگذار. الله سبحانه و تعالی تمام اون چیزی که این ملت برای آزادیش میخواهد برایشون مهیا بگردان تا اینکه بتانند وارد کارزار و وارد عملکردهایی که اون برای ما مهم هست انشاءالله که بتانند کار را انجام دهند. خوب، الله سبحانه و تعالی از ما و شما بپذیرد و امیدواریم که از دعاهای خیر خوبتان فراموش نخواهد کرد. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.